عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی که در این نشست قرار دارند. بنده منصوری هستم، مدرس دوره‌های نظام مهندسی در مؤسسه سبزساز. تشکر می‌کنم از دانشگاه خوارزمی، انجمن عمران در دانشگاه خوارزمی که دعوت کردن از بنده که تجربه چندین ساله آزمون‌های نظام مهندسی رو علی خصوص محاسبات رو در اختیار شما دوستان عزیزم بذارم. انشالله بتونیم یک نشست خیلی خوبی رو و مؤثر و مفیدی رو داشته باشیم امشب و موارد و تجربه هایی که از افراد موفق گرفتیم تو این چند سال اخیر رو در اختیار شما دوستان عزیزم قرار بدم. اگر صدا و تصویر اوکی هست لطفا عدد 1 رو برای بنده تایپ بکنید که انشالله بریم سراغ ارائه‌ام. خب فکر کنم صدا و تصویر اوکی هست. خب با اجازه دوستان عزیزم شروع میکنم بحثم رو در مورد نحوه مطالعه برای آزمون‌های نظام مهندسی، از جمله آزمون نظارت، آزمون اجرا و آزمون محاسبات. من وبکم رو خاموش میکنم و میرم سراغ بحث اصلیمون که انشالله بتونیم موارد خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار بدیم. خب یک معرفی کلی داشته باشم از خودم. بنده منصوری هستم، مدرس آزمون‌های محاسبات، نظارت و اجرا در مؤسسه سبزساز، مدرس دانشگاه از سال 96 تا به امروز و مؤلف کتاب تحلیل سازه برای آزمون‌های دکترا ارشد و محاسبات نظام مهندسی. در خدمت شما دوستان عزیزم خواهم بود. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. اگر من بخوام در مورد کمیسیون هم‌ارزی برای رشته‌های غیر مرتبط با مهندسی عمران صحبت بکنم و سوالی هست که بهش مراجعه بکنید در قسمت کمیسیون هم‌ارزی. خب به طور کلی تحصیلی به 3 دسته این اعضا رو تقسیم بندی بکنیم. دسته اولمون افرادی هستن که رشته اونها کاملا با مهندسی عمران مرتبطه و این افراد هیچ مشکلی برای آزمون‌های نظام مهندسی نخواهند داشت. شاید بسیاری از دوستانی که در این نشست قرار حضور دارن سوال داشته باشن که چند سال بعد از اینکه ما در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شدیم مجوز اینو داریم که برای آزمون‌های نظام مهندسی شرکت بکنیم. ببینید دوستان، شما بعد از تاریخ فارغ التحصیلیتون 3 سال باید از مدرک مهندسی عمرانتون بگذره تا بتونید برای آزمون‌های نظام مهندسی شرکت بکنید و کارت پایان خدمت هم برای آقایان هیچ گونه محدودیتی نداره برای ثبت نام آزمون. اما زمانی که قبول شدین و تشکیل پروانه خواستین بدین در اون تاریخ باید حتما برای تشکیل پروانه شما باید کارت خدمت یا کارت معافیت رو داشته باشید. حالا موارد دیگه ای رو اگه من خدمتتون بگم، برای دسته دوم خب افرادی هستن که یکی از رشته‌های کاردانی یا کارشناسی اونا مرتبط با رشته‌های مورد نظر نیست، یعنی با مهندسی عمران هیچ ارتباطی نداره. خب این افراد با مراجعه به کمیسیون هم‌ارزی باید درباره صلاحیتایی که میتونن شرکت بکنن باید اطلاع حاصل کنن که میگم خدمتتون. جدولش رو به صورت کامل در اسلاید بعدی آوردم. دسته سوم هم افرادی هستند که به طور کلی در رشته متفاوت با رشته‌های مورد تایید سازمان نظام مهندسی فارغ التحصیل شدن که این افراد اصلا کلا صلاحیت شرکت در آزمون‌های نظارت، اجرا یا محاسبات رو ندارن. اما این جدولی که اینجا آوردیم خب صلاحیت‌ها در چند دسته تقسیم بندی شدن برای شرکت در آزمون‌های نظام مهندسی. خب فردی داریم کاردانیش کارهای عمومی ساختمانه و کارشناسیش تکنولوژی ساختمانه. حالا پروانه اشتغالی که برای این فرد صادر میشه خب صلاحیت طراحیش تا پایه دومه، ولی نظارت و اجراش بدون محدودیته. نظارت و اجرا بدون محدودیت میتونه دریافت بکنه. یا فردی هست کلا کاردانیش متفاوت با عمران، مثلا صنایع فلز رو میخونه و کارشناسیش مرتبط یا اصلی عمران باشه، خب به دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته با کاردانی غیر مرتبط هیچ پروانه‌ای تعلق نمیگیرد
یعنی هیچ گونه صلاحیتی برایشون در نظر گرفته نمیشه. یا فرد دیگه ای داریم عمران روستایی خونده کاردانی، اما کارشناسیش عمرانه. این فرد میتونه طراحی رو تا پایه 2 بگیره، اما نظارت اجراش بدون محدودیت، یعنی فقط طراحی محاسباتش تا پایه 2 بهش داده میشه. همین جوری تا وقتی که میریم به پایین و به تأسیسات میرسیم. برای تأسیسات هم اگر تأسیسات باشه با عمران خب پروانه اشتغال با کد مرتبط میتونه براش صادر بشه. یا فردی هست مثلا رشته برق یا الکترونیک خونده و تکنولوژی عمران، برای این افراد صلاحیت نظارت و اجرا فقط داده میشه، دیگه صلاحیت محاسبات داده نمیشه. این جدوله فکر کنم اگر یادداشت بکنید برای رشته های مورد نظر خودتون میتونه براتون عالی باشه. بعد در جریان کار قرار میگیرید. یه جدول کاملیه که در مورد صلاحیت‌های مربوط به رشته‌های مهندسی عمران هست. مورد بعدی خب 2 تا پروانه‌ای که جدیداً در چند سال گذشته برای آزمون‌های نظام مهندسی در نظر گرفته شده، یکی پروانه طرح و اجرای گود هست، هی و ساز نگهبان، خب، و یکی هم در مورد ارزیابی طرح و اجرای بهسازیه. شاید برای دوستان پیش بیاد که این 2 تا مهر یا پروانه به چه صورت هستن. خب ببینید، برای طرح و اجرای گود و پی و ساز نگهبان شما باید در رشته عمران دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا باشید در گرایش چی؟ خاک و پی. و همچنین یعنی بجز این که شما کارشناسی ارشد یا دکترا داشته باشید، باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در حداقل صلاحیت‌های برای محاسبات یا پایه 2 محاسبات باشید، برای نظارت اجرا پایه 1. یکی از این 2 تا با اون مدرک ارشد دکتراتون باعث میشه که شما بتونید در این آزمون شرکت بکنید و نمره‌ای که برای حد نصاب قبولی در این آزمون هست 60%. دیگه مثل نظام مهندسی 50% نیست، مثل آزمون‌های نظارت اجرا و محاسبات. اما برای طرح و اجرای بهسازی شما باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای سازه و زلزله باشید، خب، و در کنار اینم محاسبات یا محاسبات پایه 2 باشید یا نظارت اجرا پایه 1. اینم باز مال بهسازی هم آزمونش حد نصاب قبولی 60%. یعنی 10% نسبت به نظام مهندسی بیشتر باید شما نمره کسب بکنید. انشالله برای افرادی که استارت کارشون رو هنوز میخوان با نظام مهندسی بزنن، این دیگه میره تا محاسبات پایه 2شون یا نظارت اجرای پایه 1شون که بتونن در این 2 مورد شرکت بکنن. و برای افرادی هم که مهرهای خودشون رو گرفتن، این 2 تا آزمون خیلی خوب و مهمی هست و تازه هم هنوز تعداد قبولیاش به اون درصدی نرسیده که به حالت اشباع خودش برسه و 2 تا گرایش خیلی خوب و موثری هستن که توی رشته عمران اضافه شدن. مورد بعدی، خب هر فردی که میخواد بره سراغ نظام مهندسی، خب بالاخره از لحاظ اقتصادی میخواد ببینه که تعرفه ها به چه صورت هست، حق و ضمه طراح، ناظر، مجری به چه صورته، اصلا کلا محدودیت سطح زیربنا و تعداد طبقات برای این مهندسین چجوری در نظر گرفته میشه. خب حالا ما برای مهندسین ناظر و طراح اینجا صلاحیت طراحی و نظارت رو آوردیم. برای صلاحیت طراحی طبق مبحث دوم، خب پایه های مهندسی اگه شما پایه 3 بگیرید، خب همون اوایل کار که شما قبول میشید آزمون نظام مهندسی، پایه 3 رو به شما میدن. حداقل تعداد کاری که تعریف میشه در طول سال برای کل پایه ها از 3 تا ارشد 8 تا کار میتونه باشه، اما ظرفیت ها متفاوته. یعنی حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت 1 سال برای پایه 3 8000 متر مربع، برای پایه 2 12000، برای پایه 1 16000 و برای ارشد هم 20000. این برای صلاحیت طراحی. برای محدودیت تعداد سقف هم بچه‌ها در نظر بگیرید که اینو تو بعضی از استان‌ها تا 2 سقف حداکثر به پایه 3 میدن. محدودیت سقفی داره دیگه طراحی برای پایه 3 ها. تو بعضی از شهرها و استان‌ها تا 3 طبقه، بعضی‌ها هم تا 2 طبقه. مثلا توی مشهد من از دوستان پیگیری کردم تا 3 سقف برای صلاحیت طراحی پایه 3 در نظر میگیرن و ولی در بعضی از شهرهای دیگه تا 2 سقف شما ظرفیت طراحی دارید. اما در مورد صلاحیت نظارت، خب تعداد طبقات برای پایه 3 5 طبقه و حداکثر چقدر؟ زیربنای 2000 متر مربع، برای پایه 2 تا 10 طبقه و 5000 متر مربع، پایه 1 بیش از 10 طبقه و بیش از 5000 و ارشد هم که شامل کل این موارد خواهد بود.
بعد شما اگر بخواید در جریان باشید از پایه 3 بخوایم بریم به پایه 2 نظام مهندسی باید 4 سال بگذره و مجوز این که در آزمون شرکت بکنید بعد از تاریخ گرفتن مدرک مهندسی اونم 3 سال باید بگذره. یعنی 3 سال از گرفتن مدرک کارشناسی عمران، 4 سال بعد از گرفتن پایه 3 میتونید به پایه 2 برید و برای پایه 1 هم 5 سال باید بگذره از پایه 2 تون که بخواید سراغ پایه 1 نظارت یا طراحی عمران برید. اینم در مورد صلاحیت. حالا میزان حق و زحمه خدمات فنی و مهندسی ما مثلا برای استان زنجان آوردیم، نظام مهندسی استان زنجان آوردیم بر اساس تعرفه‌ای که در 1/8/1402 هست. خب گروه ساختمانی ها، گروه الف برای زیربنای 0 تا 600 متر و 1 و 2 طبقه، 1 تا 2، برای گروه ب 601 تا 2000 متر مربع و 3 تا 5 طبقه و همینجوری میره به گروه د میرسه برای 5000 به بالاتر و 13 تا 15 طبقه یا 16 طبقه به بالاتر. خب هر کدوم از مواردی درصدی برمی‌دارم. مثلا درصد سهم سازمان برای گروه الف مثلا اینا رو بر اساس تعرفه در نظر گرفتن به ازای هر متر مربع بر حسب ریال هست، اون بالا نوشته. مثلا حدودا 169,000 ریال در نظر گرفتن برای درصد سهم سازمان بر اساس هر متر و برای هزینه شناسنامه فنی ملکی این در نظر گرفته نمیشه و عوارض و مالیات ارزش افزوده هم یه سری مبالغ رو برمیداره. حالا بعد از اون جمع سازمان مشخص میشه، برای جمع حق و زحمه طراحی هم مشخص میشه که به چه صورت هست. مثلا برای یک سازه در گروه الف 0 تا 600 متر مربع و 1 تا 2 طبقه جمع سهم مثلا حق و زحمه طراحی برای طراحی سازه و تاسیسات مکانیکی برقی و هماهنگ کننده مثلا چیزی در میاد حدود 936,000 ریال، حدودا 93,600 تومان. خب حالا این طراح هماهنگ کننده شاید سوال شما باشه چه کسی هست؟ طراح هماهنگ کننده معمولا طراح معمار در نظر گرفته میشه، اما ناظر هماهنگ کننده توی نظام مهندسی ناظر سازه است. قطعا ناظر سازه به عنوان ناظر هماهنگ کننده و طراح هم به عنوان طراح معماری در نظر گرفته میشه به عنوان طراح هماهنگ کننده که یه سری مبالغ هم برای این طراحا در نظر گرفته میشه. خب اینا حق و زحمه است، میتونید یک عکس کلی ازش بگیرید که در جریان کار قرار بگیرید به چه صورت حق و زحمه شما در نظام مهندسی پرداخت میشه برای بر اساس اون گروهی که هستی. مثلا برای پایه 3 برای طراحی شما تحت چون پایه 3 میگیرید همون تحت نظر گروه الف شما میتونید حق و زحمه رو بگیرید. حالا میرید پایه 2 میشید مثلا قسمت ب و شاید به ج هم برسید. خب بریم سراغ بحث اصلیمون، بحث بودجه بندی آزمون‌های محاسبات نظارت و اجرای عمران. تا الان در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد این که شما اصلا مدرکتون میتونه اصلی عمران باشه، اگه مرتبط با عمرانه شما چجوری باید این راه ها رو پشت سر بذارید و از آینده خودتون اصلا خبر داشته باشید که طراحی تا چه شما درجه‌ای میتونید بگیرید، تا چه پایه‌ای میتونید بالا برید، همینطور برای نظارت اجرا و شاید هم اصلا شامل شما نشه این مورد و مهر گرفتن آزمون‌های نظام مهندسی. پس کامل این موارد رو براتون گفتیم. حق و زحمه‌ای که به شما میدم به عنوان یک مهندس رو خدمتتون عرض کردیم. الان دیگه میخوایم بیایم سراغ بودجه بندی و نحوه مطالعه شما برای ورود به حرفه مهندسان در نظام مهندسی که حتما مطالب ویژه‌ای رو خدمتتون میگم. پیشنهاد میکنم که تا آخر این نشست با من همراه باشید، انشالله بتونید تجربیات خوبی رو خدمت شما ارائه بدیم. خب در مورد بودجه بندی من از آزمون محاسبات شروع میکنم. در آزمون محاسبات بودجه بندی که داریم تقریبا برای 9 آزمون گذشته بوده، برای 9 تا آزمون گذشته که از اردیبهشت 97 هست تا جدیدترین آزمونی که برگزار شد مهر 1402. خب این برای مبحث 10 هست. مثلا شما اگر توجه بکنید ما اگر آزمون مهر که جدیدترین آزمونمون هست برگزار شده بر اساس زمان 270 دقیقه‌ای، خب آزمون محاسبات توی چند آزمون گذشته از 240 دقیقه زمان خب تبدیل شد به چه
شما روی طرح لرزه‌ای ببینید برای آزمون متر 5 تا سوال ازش مطرح شده و خیلی هم مهمه این فصل. و فصل مهم بعدیش مثلا طراحی اعضای خمشیه. طراحی اعضای خمشی. این دو تا فصل از اهمیت بیشتری برخوردارن برای مبحث چندم، مبحث دهم که در جریان هم هستیم دوستان. برای دوستان در بخش فولاد و بتون ما حداقل 32 تا سوال برای آزمون محاسبات داریم، یعنی به تنهایی دو تا قبولی شما رو تضمین میکنن. ولی با توجه به اینکه گسترده هستن، سنگین هستن این مباحث، طبیعیه که شما سر جلسه از این 16 سوالی که مطرح میشه یه چند تایی رو نزنید با توجه به محدودیت زمانتون. خب اما اگه در کل در نظر بگیریم شما از 60 تا سوال 32 تا رو بزنید که قاعدتا قبولید دیگه. پس این دو مبحث یک طرف، 5 مبحث دیگه هم یک طرف دیگه برای آزمون محاسبات. یعنی نصف نمره آزمون محاسباتتون دقیقاً از بخش فولاد و بتون سوال تر میشه. حالا برای مبحث نهم چه بخشایی تو آزمون جدید ما اگه در نظر بگیریم مهر 1402 آخرین ستون سمت چپ رو اگه ببینید، بیشترین سوالی که مطرح شده از باز هم بخش ضوابط لرزه‌ایه توی مبحث نهم و در دالها مطرح شده و در دالها هر کدوم 3 تا مطرح، یعنی 6 سوال از 16 تا سوال از این دو تا بخش ضوابط لرزه‌ای و در بخش دالها مطرح شده. اینم در مورد مبحث نهم که اومدیم در این 9 تا آزمون کامل بودجه بندیش رو در نظر گرفتیم و خدمتتون آوردیم برای این نشست. خب برای استاندارد 2800 خب در جریان دیگه استاندارد 2800 ویرایش چهارمش داره آخرین نفساشو میکشه و کم کم دیگه باید بریم سراغ ویرایش پنجم استاندارد 2800. آخرین ستون رو اگه در نظر بگیرید بر اساس بودجه بندی، خب اگر شرکت کردین دوستان توی آزمون‌های محاسبات جدیدهایی که برگزار شده مثل مهر 1402، هم تعداد سوالات این کتاب بیشتر شده برای آزمون محاسبات، هم سوالاتش به شدت نکته‌ای و به سمت حتی دینامیک سازه‌ای رفته. خب چرخش پلان و مواردی که در نظر گرفته میشه و نامنظمی‌های پیچشی که در پلان‌هایی که میدن به وجود میاد و یه مقدار مفهومی‌تر شده. اما بر اساس بودجه بندی اگه شما ببینید بیشترین سوال از روش استاتیکی معادل میاد برای محاسبه تغییر مکان جانبی که 4 تا سوال مهر 1402 رو به خودش اختصاص داده. و فصل مهم بعدی باز هم طراحی لرزه‌ای سازهای ساختمانیه، یعنی 3 تا سوال مهر 1402 باز از بخش طراحی لرزه‌ای سازهای ساختمانی اومده. کلا یه درس خیلی خوب و مناسبیه و نمره آوره برای آزمون محاسبات. و اگه شما وقت بذارید برای این کتاب مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید و نتیجه قابل قبولی رو میتونید از استاندارد 2800 که همه ما شاید روزانه هم باش کار داریم و یک مبحث معمولی شده برای ما که همیشه باش سر و کار داریم دیگه، با تمام بنداش آشنا هستیم و میتونیم به راحتی سوالاتش رو در آزمون محاسبات اگر دقت بکنیم، اگر برنامه ریزی قوی داشته باشیم روی استاندارد 2800 و انتخاب منبع مناسبی داشته باشیم میتونیم سوالاتش رو خیلی راحت بزنیم. خب مبحث بعدی که برای آزمون محاسبات میاد مبحث ششمه که بعضی از مهندسین هم یه مقدار از این مبحث ترس دارن روی بحث بادش بیشتر. خب سوالات بخش بادش که سوالات سنگینی میاد از بار باد برای آزمون محاسبات. حالا بر اساس بودجه مندی بر اساس آخرین آزمون خب بار باد همیشه مهم بوده. حالا برای مهر 1402 درست سوال بار باد مطرح شده. پس بار باد و بار زنده دو تا از فصل‌های مهمی هستن در مبحث 6 که پرسوالن برای آزمون محاسبات.
خب کتاب بعدی و مبحث بعدی که میخوایم معرفی کنیم خب مبحث 7 هست که باز هم تعداد سوالاتش نسبت به آزمون‌های گذشته‌ای که در 1401 یا 1400 برگزار میشد یک سوال بیشتر شده دوستان. مثلا اگه شما تا شهریور رو از اردیبهشت 97 تا شهریور 1401 در نظر بگیرید دقیقاً همیشه 4 سوالی اومده، اما از دیماه 1401 تا آزمون جدید مهر 1402 یک سوال به تعداد سوالات مبحث 7 اضافه شده و به 5 تا سوال تغییر کرده. این باعث میشه که درجه اهمیت این برای نمره اصلیمون تو آزمون محاسبات بره بالا و باید وقت زیادی هم براش بذاریم، چون ویرایش جدیدش هم که چند سال پیش اومد و بر اساس ویرایش جدید دیگه مبحث 7 مطرح میشه سوالاتش. اینم در مورد مبحث 7 که 5 تا سوال آزمون محاسبات رو به خودش اختصاص میده. و مبحث بعدی هم اگه بخوام در مورد صحبت بکنم تحلیل سازه ها هست. بچه‌ها تحلیل سازه ها شاید اینو بگیم که فقط 5 تا سوال ازش مطرح میشه. مثلا مهر 1402 رو اگه ببینید 5 تا سوال به صورت مستقیم از تحلیل اومده، اما میخوام اینو بهتون بگم که درجه اهمیت این کتاب خیلی بالاست. میدونید چرا؟ دلیل دارم براش. دلیلش اینه که به صورت غیر مستقیم روی بتون و فولاد هم تاثیر داره. مثلا سوالی که برای بتون میاد شاید نیاز به یه دیاگرام لنگر داشته باشه یا دیاگرام برش یا اصلا خیز یا شیبی توی تیرها و این باعث میشه که شما تسلط خاصی روی تحلیل سازه باید داشته باشید تا بتونید اون سوال بتون رو یا اون سوال فولاد رو یا حتی سوالات استاندارد 2800 و بارگذاری هم ترکیبی با تحلیل سازه میاد. و اگه شما دید خاصی نسبت به تحلیل نداشته باشید بجز اینکه این 5 تا سوال مستقیم رو از دست میدید، متاسفانه شاید 4 5 تا سوال دیگه کتاب‌های دیگه رو هم از دست بدید، مثل بتون، مثل فولاد، مثل 2800 یا بارگذاری که نیازمند تحلیل سازه هستن. شما یه آزمونای گذشته رو ببینید، مثلا توی همین مهر 1402 یه پدستال بتونی که اومد تو بخش بارگذاری دقیقاً با تحلیل سازه حل میشد. یعنی اگه شما تحلیل سازه بلد نباشید متاسفانه اون سوال هم نمیتونید بزنید. پس این درجه اهمیت تحلیل سازه رو خیلی بالا میبره. من به عنوان کسی که تجربه این آزمون ها بود، چه به عنوان مدرس، چه به عنوان پشتیبان، چه به عنوان کسی که پایه 2 محاسبات رو دارم و خودم قبول شدم توی این آزمون، میخوام اینو خدمتتون بگم تحلیل سازه رو سریعتر شروع کنید از مباحث دیگه. حتی برای ارشدتون به درد میخوره، برای دکتراتون به درد میخوره، برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری به درد میخوره و وابسته فقط به محاسبات نیست، برای نظارت، برای اجرا، یعنی برای تمام مراحل. حتی اگه دانشجوی دکترای سازه هم باشید یا زلزله، مطمئن باشید یه جایی کار به تحلیل سازه دارید. توی دینامیک سازه معمولا شاید تحلیل سازه به یه دردی بخوره برای سختی یه قابی و کلا با ما همراه هست دیگه. تحلیل سازه پایه و اساس مهندسی عمرانه. شما باید حتما توی این کتاب مسلط بشید تا بتونید نتیجه قابل قبولی رو از آزمون‌های نظام مهندسی بگیرید. از 5 تا سوال آزمون محاسبات و به صورت مستقیم و 5 تا حتی سوال غیر مستقیم هم به خودش در درس‌های دیگه اختصاص میده. خب بریم سراغ کتاب بعدی، مبحث 8. مبحث 8 ویرایش 1398 که دقیقاً 4 سوالی همیشه اومده. از اردیبهشت 97 تا مهر 1402 همیشه 4 سوالی اومده و از وقتی که ویرایش 98ش اومده دوستان اگه توجه بکنید میبینید که تعداد سوالاتی که از بنای مسلمیات رفته بالا. یعنی از دیماه 1401 تقریباً 3 تا سوال از بنای مسلح، اردیبهشت 2 تا و مهر 1402 باز هم 3 تا سوال، یعنی حدوداً 75% اگه 3/4 ماه در نظر بگیریم از سوالاتو توی بنای مسلح مطرح میشه، چون بحثش گسترده است، بحثش سنگینه و شما باید وقت بذارید برای این قسمت که بتونید موفق و پیروز بشید در بخش مبحث 8 در آزمون‌های مخصوصا محاسبات نظام مهندسی. حالا به این از محاسباتمون تموم شد، آزمون محاسبات. خب خدمتتونم گفتم حدوداً 14 تا سوال شاید استاندارد 2800 و بارگذاری باشه، 16 تا سوال ربط داشته باشه به
فولاد 16 تا سوال از بتون مطرح بشه، 5 تا سوال تحلیل سازه، 5 تا سوال خاک و پی و 4 تا سوال هم از بخش بنایی بیاد مبحث هشتم که 60 تا سوال آزمون محاسبات رو به خودشون اختصاص میدن. 100 تا آزمون محاسبات هم همه ما مهندسین عمران میدونیم که نسبت به نظارت اجرا خیلی بالاتره، خیلی چالشی تره و حتی اگه شما از بهترین دانشگاه‌های تهران هم درس خونده باشید، پایه قوی هم داشته باشید، حالا در ادامه صحبتام اینو میگم، باید حتما برای آزمون محاسبات مطالعه داشته باشید تا بتونید موفق باشید. حالا نظارت اجرا شاید نیاز به مطالعه کمتر باشه و به تسلط کمتر بتونید قبول بشید، اما محاسبات اینجوری نیست. بریم سراغ بودجه بندی آزمون نظارت. خب در آزمون نظارت هم ما بر اساس مهر 1402 اگه بگیم آزمون مهر، بیشترین سوالات باز از به ترتیب از بتون مبحث نهم، 11 تا 10 تا از مبحث 10، 6 تا از مبحث 8 اومده و از مبحث 12 5 تا و از مبحث 6 هم 1 سال و مبحث 7 هم 4 سال به خودش اختصاص داده. تعداد مباحثش نسبت به اجرا کمتره، اما سوالات معمولا از مباحثی میاد که ما در روزانه میتونیم با این مباحث در و کله بزنیم، مثلا 2800 تحلیل سازه، راهنمایی جوش، مثلا مباحث 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و ایمنی، معمولا ایمنی کارگاهی ساختمانی مبحث 12 و اینا ما توی کارهای سازه‌ای معمولا باهاشون بیشتر سر و کار داریم تا اینکه مثلا با مبحث 22 خب یا با استاندارد 2800 بیشتر از مبحث 22 ما مثلا در روز میتونیم حتی توی دانشگاه این باعث میشه که آزمون نظارت یه مقدار برامون بهتر باشه نسبت به اجرا که تعداد مباحثش گسترده هست. بیشترین سوالاتش هم از 60 سوال مربوط به فولاد و بتون و معمولا 7 و 8 و مبحث 11 و 12 هست اگه میخواید یادداشت بکنید اینا رو. این در مورد بودجه بندی آزمون نظارت. آزمون اجرا تعداد مباحثش بیشتره. اگه توجه بکنید مبحث 2، مبحث 3، 4، 5 قانون‌های نظام مهندسی، قانون‌های کار، بیمه، مالیات و ماشین آلات حتی، یعنی تعداد مباحثش نسبت به نظارت خیلی بیشتره. شرایط عمومی و خصوصی پیمان میتونه سوال مطرح بشه و تعداد سوالاتش هم 60 تا. بیشترین سوالاتش هم دقیقاً مثل آزمون نظارت، یعنی مباحث 9، 10، 11، 12 و مباحث 6 و 7 و 8 میتونن بیشترین سوالات رو به خودشون اختصاص بدن. پس از مبحث 6 تا مبحث 12 ما میتونیم بگیم که بیشترین سوال میاد به علاوه استاندارد 2800 که 4 تا سوال برای مهر 1402 مطرح شده. خب این در مورد بودجه بندی بچه‌ها. این در مورد بودجه بندی. حالا من میخوام یه سوال از شما بپرسم. تا اینجا چجوری بوده که بریم سراغ شروع مطالعه‌مون؟ دیگه میخوایم برای آزمون محاسبات و نظارت و اجرای عمران بخونیم. تا الان چجوری بوده؟ توی این نشسته تا الان مطالبی که خدمتتون گفتیم، چه در مورد تعرفه‌های نظام مهندسی، چه در مورد بودجه بندی، اگه ممکنه برامون کامنت بذارید که چجوری بوده. خب خیلی هم عالی، ممنون. آزمون محاسبات، نظارت و اجرای عمران اینجا رو دیگه باید گوش کنید. میخوایم دیگه بریم سراغ مطالعه و خوندن برای سر جلسه آزمون که به چه شکلی خواهد بود. پس من اگه صدا و تاثیر اوکی بازم و اطمینان کافی بهش داریم، یه عدد 1 رو برای من بفرستین که من برم سراغ ادامه بحثم. تا اینجا هم خدا قوت میگم به همگی و خسته هم نباشید. خب بریم سراغ ادامه. فکر کنم صدا و تصویرم اوکیه. خب شروع مطالعه‌مون برای آزمون‌های محاسبات، نظارت و اجرای عمران. اول میخوام در مورد نظارت و اجرا صحبت بکنم بچه‌ها. شروع و زمانش و مدت زمانی که در نظر میگیرم که میخوام بر اساس اون برنامه بچینم، ببینم چقدره برای آزمون نظارت و اجرا و محاسبات. خب بعضی از دوستان هستن مشغول کارن، مثلا تا ساعت 4 و وقت کافی رو ندارن، محدودیت زمانی دارن. ببینید برای آزمون نظارت و اجرا شما زمان زیادی نمیخواید
که قبول بشید. مثلا شما در حدود 2.5 ماه تا 3 ماه اگر مطالعه داشته باشید، چه برای آزمون نظارت چه برای آزمون اجرا، خب میتونید خیلی راحت توی این آزمون‌ها موفق بشید. اما حتما باید زمان برای تست زنی داشته باشید، برای مطالعه کافی، یه مرور کلی، چکیده نکات و محدودسازی و خلاصه نویسی‌ها باید همگی زمان رو باید در نظر بگیرید، یه برنامه مطالعاتی هدفمند براش در نظر بگیرید. خب پس اگه من مدت زمانش رو بگم برای آزمون نظارت و اجرا، شما 2.5 ماه حداقل تا 3 ماه میخواید که به قبولی برسید در این آزمون‌ها. مثلا 1.5 ماه رو برای مطالعه و مرور کلی مباحث در نظر میگیرید. خب چون آزمون‌های نظارت و اجرا بیشتر سرعت عمله، شما 150 دقیقه وقت دارید سر جلسه، حدوداً 2.5 ساعت که بتونید در این آزمون قبول بشید و موفق بشید. خب 150 دقیقه نسبت به آزمون محاسبات که حدوداً 4.5 ساعت خیلی کمه، زود تموم میشه. شما اگه سرعت عمل نداشته باشید، اگه مدیریت مهندسی زمانتون خوب نباشه، مطمئن باشید رد خواهید شد. حتی اگه تسلط کافی روی بحث‌ها داشته باشید، اون زمانه به شما اجازه نمیده که از کیتا بیشتر بزنید و حتی تعداد اشتباهاتتون، عجله کردن خب به صورت طبیعیه دیگه، برای هممون پیش میاد. با توجه به اینکه زمان زیادی سر جلسه هستیم و مواد قندی بدنمون میفته، یه سری نکات یادمون میره، یه سری بندها رو کنترل نمی‌کنیم، یه سری مینیمم ماکسیمم ها رو در نظر نمیگیریم توی روابط، که این کلا باعث میشه که چی؟ که سر جلسه یه سری از سوالات رو به صورت کاملا طبیعی اشتباه حل بکنیم و شما خیلی خوشحال 37 تا زدید میاد خونه میگید که قبول میشم، ولی متاسفانه با توجه به اینکه نمره منفی داره و شما 3 تا سوال اشتباه رو بزنید، یکی از سوالات درستتون رو میبره، خب حذف میکنه، این باعث میشه که شما رد بشید و به حد نصاب 50% نرسید. پس زمان مطالعه برای آزمون نظارت و اجرا 2.5 ماه الی 3 ماه و باید شما برنامه ریزی بکنید، هم به مرورتون برسید، مرور کامل روی مباحث. خب حتی اگه شده مثلا 1-2 دور شما توی این 1.5 ماه تا 2 ماه بخونید. محدود سازی بکنید بچه‌ها. وقتی محدود سازی میکنید، دوره دومتون که دارید میخونیدش، این زمانه میاد پایینتر دیگه، مرورتون سریعتر میشه و مثلا اگه تو 1.5 ماه دور اولو زدید، میتونید در حدود 10 روز 15 روز دور دوم رو با توجه اون محدود سازی مناسبی که کردین بزنید. خب روی کل مباحث خیلی خوب میشه. پس چکیده نکات یادتون نره، محدود سازی یادتون نره. 2.5 ماه الی 3 ماه تو این برنامه ریزی شما به تست زنی هم باید برسید، یعنی چند روز رو بذارید برای تست های شبیه سازی شده، برای تست های آزمون های گذشته نظارت و اجرا. حتما کمک کننده خواهد بود و حتی سوالاتی شاید به صورت تکراری هم از این مباحث مطرح بشه. خب اما بحث اصلی شما آزمون محاسبات شاید باشه. بعضی از دوستان که چقدر وقت بذاریم، چقدر محدودیت زمانی اصلا کلا چقدر برای آزمون محاسبات، اگه کمتر از چند ماه من وقت بذارم شاید رد بشم از آزمون محاسبات. اینا رو همگی خدمتتون میگم. ببینید برای آزمون محاسبات شما حتی توی دانشگاه تهران باشید، توی دانشگاه شریف باشید، خب و با پایه قوی و تسلط کامل شاید روی مباحث و پیگیر بودن توی مطالب روز، و حتی با توجه به اینا هم شما باید کمتر از 3.5 ماه برای آزمون محاسبات وقت نذارید. حداقل زمانی که در نظر میگیرید برای آزمون محاسباتتون باید 3.5 ماه باشه رو به بالا. مثلا این 3.5 ماه سوال شما باشه روزی چند ساعت. خب 3.5 ماه وقتی شما در نظر میگیرید بازتون رو کم کردین دیگه، حداقل زمان رو در نظر گرفتین و برای اینکه موفق بشید باید حداقل بالای 5 ساعت دیگه باشه در طول روز. یکی هست که میگه من زمان ندارم اینقدر بذارم تو طول روز، مثلا سر کارم تا ساعت 4، خب بیام خسته و کوفته 2 ساعتم استراحت بکنم، میشه زمانم میره، اصلا کلا به 6 ساعت نمیرسم. خب چه پیشنهادی میدین؟ دوره زمانی تو بیشتر کن، از 3.5 ماه تبدیلش بکن به 6 ماه. وقتی که تبدیل بشه به 6 ماه، شما در طول روز تعداد ساعت مطالعه رو بیار پایین‌تر، از 6 ساعت تبدیلش بکن به 3.5 ساعت مثلا 4 ساعت. خب دیگه کمتر از 3.5 ساعت و 4 ساعت دیگه کمتر نباید زمان گذار، مگر اینکه باز هم مدت زمانی تو از 6 ماه بیشتر بکنی برسونی به بالا.
هر چقدر از این بر تعداد ساعتت بیشتر باشه باید زمان تعداد ماهات بیشتر بشه. خب اینو مد نظر داشته باشید. ولی من حداقل و معقولش رو میگم، اگه میخوای 3 ماه و نیم در نظر بگیری روزی 6 ساعت، اگر میخوای 6 ماه در نظر بگیری روزی 4 ساعت و نیم باید حداقل بخونی، یعنی 1 ساعت و نیم کمتر از 3 ماه و نیمه باید در نظر بگیری برای طول روزتون. خب حالا در ادامه میگم برنامه بهتون میدم چه جوری بخونید، از کدوم مبحث شروع بکنید، ترکیبتون چه جوری باشه خوندن برای روزتون. به این صورت همگی توی اسلاید بعدی انشالله اگه ما همراه باشید حتما خدمتتون خواهم گفت. پس زمانمون چی شد؟ برای آزمون نظارت و اجرا 2 ماه و نیم تا نزدیک به 3 ماه و نیم، خب یا 3 ماه برای نظارت و اجرا، اما محاسبات حداقل 3 ماه و نیم تا 6 ماه بر اساس زمانی که گفتم. حالا بعضی از افراد هست شاید اصلا 1 سال بازه زمانی باشه. یکی از مثلا شاید افرادی دانشجو باشن توی دانشگاه خوارزمی توی همین نشستن باشن، میگن برای ما که دانشجوییم هنوز مدرک مثلا مهندسی عمرانمون رو نگرفتیم باید چه کار بکنیم. خب شما با توجه به اینکه مباحثمون دیگه جدیدن همگی ویرایش جدید شدن، از مبحث 9 گرفته 10 گرفته 6 8 7 و حتی استاندارد 280 هم دیگه ویرایش پنجمش قراره کم کم بیاد دیگه. اینا دیگه همگی جدید میشن. مطمئن باشید تا چندین سال اینا عوض نخواهند شد. شما حتی دانشجو هم باشید در طی مدت 3 سالی هم که بگذره اگه مطالعه داشته باشید به مرور روزی مثلا حتی 1 ساعت هم شده 45 دقیقه هم شده بچه‌ها ضرر نمی‌کنید، ضرر نخواهید کرد. مطمئن باشید تسلطتون ویژه میشه روی موضوع، تسلطتون خیلی بالا میره، سطحتون بالا میره و این بر بهتون کمک میکنه که زمان مطالعتون رو بیارید پایین تر برای حتی آزمون و محاسبات به این سنگینی. خب پس برای شما هم که دانشجو هستی من پیشنهادم اینه که حتما مطالعه روی مباحث مقررات ملی انشالله داشته باشید. اینم در مورد زمان آزمون نظارت اجرا و محاسبات. خب نحوه صحیح مطالعه و در نظر گرفتن یک برنامه هدفمند. چجوری باید برنامه رو در نظر بگیریم؟ خب مدت زمانیمون رو بر اساس تعداد ساعت آزادی که تو طول روز داریم در نظر گرفتیم. تعداد ساعت مشخص شد، تعداد ماه هم همون لحظه اول که بخوایم استارت بزنیم مشخص شد. خب بر اساس اون حالا منبعی که گرفتین، خب مشاور دارید، پشتیبان دارید، بهتون برنامه بر اساس اون مدت زمانی که میخواید بذارید در نظر میگیره. خب بر اساس اون بهتون برنامه میده. برنامه‌ای که و نحوه صحیح خوندنی که من خودم پیشنهاد میکنم و حتی به بچه‌هایی که توی صف سازی بودن پیشنهاد کردم این بوده. حالا اگه میخواید یادداشت بکنید چون توی اسلایدها نیست. خب ببینید برای استارت کارتون شما تعداد روزهای هفته رو به روزهای زوج و فرد تقسیم بکنید. مثلا شنبه، دوشنبه، چهارشنبه. خب برای این روزا چه کاری میکنید؟ چه کتابهایی رو مرور میکنید در طول روز میخونید؟ بتون، کتاب اولتون بتون که پر انرژی باید برید سراغ بتون باشه توی روزهای زوج. خب 3 ساعت مثلا بر اساس من زمان 6 ساعتی میگم، بر اساس زمان 6 ساعتی توی اون طول 3 ماه و نیمه که محدودیت زمانی دارید. خب حالا دیگه تعداد ماهاتون رو بیشتر کردین برنامه رو گسترده‌تر خودتون بکنید. من بر اساس 3 ماه و نیم روزی 6 ساعت بهتون برنامه‌ریزی خوندن مباحث رو میدم. روزهای زوج شنبه، دوشنبه، چهارشنبه اولین کتاب پر انرژی میرید سراغ بتون. چون اگه در طول روز مثلا 6 ساعت به بتون زمان اختصاص بدید برای خوندن، خب بتون برای هممون سنگینه، طاقت فرساه و اصلا علاقه نمیمونه برامون که ادامه بدیم. وقتی بتون رو کامل در طول روز فقط 1 کتاب رو اونم بتون با این سنگینی مطالعه بکنیم اصلا زمان برامون علاقه ای برامون نمیمونه، سرد میشیم نسبت به خوندنمون. خب اصلا اومدم چیکار کردم 3 تا مبحث رو براتون در نظر گرفتم. 3 ساعت اول بتون در کنار چه کتابی باید باشه؟ خب یه کتابی باشه که حجمش یه مقدار گستردگیش کمتر باشه، برامون لذت بخش باشه و حتی یه ربطی به بتون هم داشته باشه. خب بهترین کتابی که میتونیم انتخاب بکنیم بچه‌ها استاندارد 2800. استاندارد 2800 2 ساعت. استاندارد 2800 2 ساعت در کنار 3 ساعت بتون. خب شاید بعضی از افراد بپرسن چه جوری به ربط دارن اینا؟ شاید یه سوالی اومد مثلا تشدید، ضریب تشدید رو خواست. خب باید بری سراغ 2800 دیگه. از 2800 مثلا اون ضریب تشدید رو در نظر بگیرید یا موارد دیگه هم میرید سراغ استاندارد 2800 که به بتون مربوطه. خب پس
استاندارد 2800 در کنار بتون فوق‌العاده میشه. حالا در کنار این دوتا کتاب هم چه روزای زوج چه روزای فرد 1 ساعت برای تحلیل سازه میذارید. مثلا من یک سازه‌ای بهم داده توی بتون، نیاز به ضریب تشدید دارم، میرم سراغ استاندارد 2800، نیاز به دیاگرام لنگر یا برش دارم، میرم سراغ تحلیل سازه و اصلا کلا علاقه‌مند میشم ادامه بدم. این 6 ساعته خیلی زود برام تموم میشه و با علاقه هم دارم ادامه میدم. هی میرم توی بتون، میگم برم جلوتر، شاید مثلا به استاندارد 2800 برخورد کنم، برم سراغ استاندارد 2800، بعد میرم سراغ تحلیل سازه مثلا برای رسم دیاگرام ها و به این صورت یک برنامه خیلی قشنگ خواهد شد برای روزهای زوجه. اما برای روزهای فرد، برای روزهای فرد این 6 ساعت رو چجوری در نظر میگیرید؟ به جای بتون در روزهای زوج تو روزهای فرد فولاد رو جایگزینش میکنید. 3 ساعت فولاد رو میخونید، مطالعه میکنید. در کنار فولاد باز هم یک مبحث باید باشه که گسترده نباشه، طاقت فرسا برامون نباشه، علاقه‌مند بهش بشیم و ربط هم داشته باشه به فولاد. بهترین مبحث بارگذاریه. مبحث ششم چه ربطی داره؟ خب سوالی که توی فولاد میاد مثلا روش LRFT رو میگه، خب باید برم سراغ ترکیب بار از مبحث 6، باید برم سراغ ترکیب بار از مبحث 6 بردارم. روش LRFT اونجاست دیگه، در مبحث 6 میرم سراغ ترکیب بارمو انتخاب میکنم. پس ربط دارن به هم. 2 ساعت هم برای بارگذاری زمان میذارم تو روزهای فرد و آخرین کتابی هم که تو روزهای فرد میخونم تحلیل سازه ها 1 ساعت. و این برنامه رو در طول هفته تا روز پنجشنبه ادامه میدم. خب روز جمعه چه کار بکنم؟ روز جمعه شما برای کتابچه تست در نظر بگیرید. مثلا توی بتون توی این هفته من توی بتون خب فصل فشارم رو تموم کردم، توی فولاد فصل مثلا برشم رو تموم کردم، خب یا توی بارگذاری مثلا بار زنده رو تموم کردم، توی بنایی من بخش کلیات تعاریف رو تموم کردم، توی پیسازی پی سطحی رو من تموم کردم، یا توی تحلیل سازه مثلا کار مجازی رو تموم کردم یا استاتیک تیر و قاب رو. خب بیام چه کار بکنم؟ از اون بخشا من میام از کتابچه تست اون بخشا برای تسلط بیشتر استفاده میکنم، برای اینکه تسلطم بیشتر بشه روی موضوع. اینو حتما در نظر بگیرید که تسلط شما وقتی روی موضوع بیشتر میشه که تست زیادی رو کار بکنید. در کتابچه تست مخصوص اون چی؟ مخصوص اون قسمت هایی که تموم کردید، مخصوص اون قسمت هایی که مطالعه‌تون رو تموم کردید. بعضی از افراد شاید بپرسن که آیا ما تو این زمان که مثلا بخش فشار رو توی بتون تموم کردم آیا سوالات آزمون گذشته رو بزنم؟ خیر. الان خدمتتون میگم چجوری باید در ادامه برای تست زنی هم من یک اسلاید رو آوردم توی این نشست. خدمتتون خواهم گفت که تست زنیتون دقیقاً در چه زمانهایی باشه. پس در نتیجه نحوه صحیح مطالعه و برنامه ریزی شما اینجوریه. حالا چون بتون و فولاد گسترده هستن و تموم نمیشن، توی 1.5 ماه برای دوره اول در نظر گرفتید، شاید بارگذاری و 2800 زودتر تموم بشن. اگه اینا زودتر تموم شدن، شما برای بتون که در کنار بتون روزای زوج پیسازی رو جایگزین میکنید که ارتباط هم داره دیگه، بخش پیسازی با بتون ارتباط داره، و به جای بارگذاری با فولاد چی رو جایگزین بارگذاری میکنید؟ بنایی رو، که دیگه یه دور کامل رو در طی 1.5 ماه بتونید روی کل 7 مبحث بزنید. این در مورد یک برنامه هدفمند و برای کسایی که محدودیت زمانی دارن واقعا پیشنهاد میکنم و مناسبه. اینو حتما در نظر بگیرید. حالا بریم سراغ بخش بعدیمون، انتخاب منبع مطالعاتی خوب و ویژگی های آن. بعضی از دوستان هستن که میگن چجوری منبع مطالعاتیمون رو انتخاب بکنیم. خب چند جا هست. یکی فضای مجازی توی تلگرام، توی اینستاگرام و فضاهای دیگه. توی گوگل مثلا یکی از سرچ میکنه، خب که به چه صورته. یکی از افراد با تجربه میپرسه، یکی از اساتید میپرسه، یکی از افراد موفق در آزمونهای نظام مهندسی میپرسه. مثلا یکی محاسبات قبول شده، میاد از چند نفر که محاسبات قبول شدن میپرسه که چجوری و چه منبعی رو خوندی که من همون رو انتخاب بکنم، ریسک نکنم همین جوری برم سراغ یک منبع که فردا توش بمونم و تازه متوجه بشم بعد از 2 ماه خوندن که این منبع هیچ پوششی نداده روی آزمونه نظام مهندسی، پوشش خوب نداده، منبع تستش
ناقصه، اصلا شبیه سازی شده نیست. خب چه کار میکنه؟ چه مشکلی رو برامون درست میکنه؟ وقتمون میره، وقتمون که طلا بود میره، از لحاظ اقتصادی اذیت میشیم، تمام برنامه هامون به هم میخوره و کلیه ضرر خیلی بزرگی میکنیم. حالا یکی از لحاظ مادیات مثلا شاید نیاز نداشته باشه، زیاد مثلا بهش توجه هم نکنه، ولی زمانش میره. واقعا زمان خیلی برامون باید با اهمیت باشه، زمانمون باید با اهمیت باشه، چون تو اوج جوانی وقتی ما بتونیم مهر محاسبات پایه 3 رو بگیریم یا نظارت اجرای پایه 3 رو، دیگه اون ارتقا پایه‌مون که 4 سال باید بگذره زودتر اتفاق میفته و این خیلی برامون خوب میشه، چون هر چقدر ارتقا پایه شما زودتر اتفاق بیفته، شما در حین اینکه سنتون هم بالا نیست منبع درآمد خوبی هم دارید، چون پایه 2 نسبت به پایه 3 درآمد خیلی خاصی و بالاتری دارن، یا پایه 1 مثلا نسبت به پایه 2. خدمتتون گفتم دیگه، اولین اسلایدمون بود بخش تعرفه ها و حق و زمینه مهندسین. پایه 2 و پایه 1 از شرایط خیلی ویژه تری نسبت به پایه 3 برخوردار هستن و مزایای بیشتری میگیرن. پس حتما اینو در نظر بگیرید، شما زمان ریسک کردن ندارید برای انتخاب منبع. میاد چه کار میکنید؟ پیشنهادی که بهتون میدم، از چند نفر که آزمون محاسبات قبول شدن میپرسید چه منبعی رو انتخاب کردن برای خوندن که موفق شدن. قطعا اونا راهکارها و منابع خیلی خوبی رو بهتون معرفی خواهند کرد که شما هم دقیقا راه اونا رو ادامه میدید و موفق میشید. یا میتونید از اساتید دانشگاهی سوال بپرسید که چه منابعی بهترن، چون اونا شاید یک دید بالاتری نسبت به منابع داشته باشن نسبت به کسی که میخواد دانشجو هست و تموم کرده و میخواد استارت کارشو بزنه. اینا خیلی خوبه. یا حتی هم از فضای مجازی میتونی استفاده بکنی، اما اکتفا به فضای مجازی نشه. حتما از افراد موفق بخواید که در این حیطه کمکتون بکنن و ببینید به چه صورت یک منبع مطالعاتی خوب برای محاسبات، برای نظارت و برای اجرا میتونی در نظر بگیرید. اینم در مورد انتخاب منبع بود. خب ما منبعمون رو گرفتیم، برنامه ریزیمون هم کردیم، حالا میخوایم یک کتابی رو مثلا حذف بکنیم. خب مثلا اون فرد N میخواد چه کار بکنه؟ میگه که من تعداد ماهایی که برای برنامه ریزیم در نظر گرفتم نمیتونم تحلیل ساده رو بخونم، حذفش میکنم. خیلی راحت تحلیل به این سختی حذفش میکنم، یه بار بزرگی از روی دوش من برداشته میشه. اما نمیدونه داره چی داره، دقیقاً اونجا خیلی ریسک بالایی رو انجام میده. یک کتابی مثل تحلیل ساده یا یک کتابی حتی مثل بارگذاری رو میخواد حذف بکنه. خب این ضربه بهتون میزنه. چرا؟ دلیلش رو الان خدمتتون میگم. ببینید توی آزمون مثلا مهر 98 بتون خیلی سخت بود، توی آزمون مهر 99 بتون خیلی آسون بود. کسی که در مهر 99 بتون رو حذف کرده ضربه میخوره دیگه، چون سوالاتش آسون بوده. ما که علم غیب نداریم ببینیم پرا تو کدوم نکات و بندها برامون سوال طرح میکنه و سطح سوالش اصلا تو آزمون محاسبات برای مبحث 6 یا تحلیل ساده چجوریه. شاید در آزمون مثلا بهمن احتمالی که در 1402 میخواد انجام بشه، خب من هم شرکت کردم، اصلا تحلیل ساده آسون ترین سوالات بیاد، چرا حذفش بکنم؟ پس نظر من، اگه پیشنهاد من رو میخواید، اگه تجربه افراد موفق رو میخواید و من خدمتتون میگم، هیچ کتابی رو برای آزمون مخصوصا محاسبات حذف نمی کنید. برای نظارت و اجرا مشکلی نداره. مثلا شما میگید که شرایط عمومی و خصوصی پیمان رو چون یک سوال از مطرح میشه زیاد وقت براش نمیذارم، تأثیری هم نداره در نمرتون، شاید اون سوال هم سنگین باشه و حلش نکنید. ولی تحلیل ساده که 5 تا سوال مستقیم میاد و حدودا 5 تا سوال هم غیر مستقیم، 10 تا سوال، خودش قبولی شما رو تضمین میکنه. مگه محاسبات ما چند درصد اختلاف داریم از 50 به بالا؟ یکی از 52 قبول میشه برای یک سوال. شما یک سوال رو اگه خطا بزنید مردود میشید توی آزمون محاسبات. حالا جدیداً این قبولی مشهود هم آوردن توی نظام مهندسی، مثلا 48 49 شاید اصلا نبود، 48 49 هم به داد ما نرسید. ما باید ریسک نکنیم برای 50% بخونیم. خب یک سوال میتونه یا ما رو به قبولی برسونه یا ما رو رد بکنه. افراد زیادی بودن تحلیل ساده رو رد کردن و متاسفانه هی در حال آزمون دادن هستن، نزدیک 5 ساله توی آزمون محاسبات مخصوصا. پس حتما اینو گوش کنید که هیچ کتابی حذف نمیشه، مخصوصا برای آزمون محاسبات. اینم در مورد این اسلایده که کامل خدمتتون گفتم.
بریم برای بخش‌های تکراری. حالا من برای آزمون محاسبات آوردم، توی آزمون نظارت و اجرا هم میتونه این بخش‌ها شاید تا حدودی مطرح بشه. خب در بخش بارگذاری از همون عکس سمت راست بالا، قسمت فشار یا مکش خارجی بار باد شروع میکنم. فشار جانبی باد، خب این فرمول که هایلایت زرد شده، همیشه برای آزمون محاسبات یک سوال از قسمت باد مطرح خواهد شد و اونم مخصوصا توی باد. بیشترین سوالات رو ما در بخش باد داریم، فشار جانبی باد، که این بخش میتونه یکی از بخش‌های پرتکرار باشه. پس شما وقتتون رو میذارید برای قسمت‌های پرتکرار که تسلط کامل داشته باشید. چون محدودیت زمانی داریم برای این نشست، من یه سری بخش‌ها رو انتخاب کردم از 7 تا مبحثی که برای آزمون محاسبات میاد، برای نظارت و اجرا هم این مباحث میاد. خب توی مبحث 6 عکس سمت راست بالا از باد انتخاب کردم که بار باد همیشه میاد. عکس پایین‌ترش بس از VAU مساوی ضریب زلزله در مقدار وزن لرزه‌ای سازه. این رابطه برش پایه توی استاندارد 2800/4 هست که همیشه برای آزمون نظام مهندسی یک سوال ازش میاد و شما باید تسلط ویژه روی این داشته باشین. خب مورد بعدی مربوط به ضوابط هندسی گروه مختلف بلوک‌های سیمانی است، بلوک نوع 1 2 3 که به صورت توخالی یا سوراخ‌دار هستن. این سوال حتی برای آزمون مهر 1402 ازش اومد. خب و حتما روی این قسمت یا جدول 821 بنایی مبحث 8 زوم بکنید که حتما برای آزمون محاسبات نظام مهندسی یک سوال ازش همیشه مطرح خواهد شد. اما عکس سمت چپ بالا VN همون مقاومت برشی اسمی دیوار برشیه توی بتون مبحث 9 که همیشه برای آزمون محاسبات حتی تو آزمون مهر 1402 هم سوال ازش مطرح شد. عکس بعدیمون که انتخاب کردم ضریب اصلاح کمانش جانبی پیچشی CB هست که نیازمند رسم دیاگرام لنگر در تحلیل سازه هم هست. این خیلی بخش مهمیه، سوال ازش میاد. سوالی که برای مهر 1402 ازش اومد بچه‌ها دقیقاً ربط خیلی بالایی به رسم دیاگرام لنگر توی تحلیل سازه داشت. اینو حتما در نظر بگیرید. این بخش از فولاد رو بخونید، همیشه سوال هم ازش مطرح میشه. اما عکس بعدی ارزیابی خطر گود با دیوار قائم مال مبحث 7 جدول 7-1 و رابطه ای که برای اچ کریتیکال داریم. خب عمق بورانی گود داریم. تو این جدول همیشه سوال مطرح میشه که آیا گود ما چه خطری داره، خطر گود چجوریه، معمولی زیاده، بسیار زیاده، حساس، بسیار حساس، چجوریه. و از این جدول استفاده میشه، خیلی هم راحته. یعنی یه سوال نمره آور برای آزمون محاسبات در شرایطی که نمره آور سنگین هم هست، مفهومی هم هست، باید با تسلط بالا تست های زیادی ازش حل بکنید و بتونید بهش به جواب درست سوال برسید. اما بچه‌ها آخرین عکسی که برای بخش پرتکرار در نظر گرفتم توی تحلیل سازه مربوط به روش کار مجازیه. خب همیشه در تحلیل سازه آزمون محاسبات، چه در آزمون دکترا، چه در آزمون ارشد، چه در آزمون نظام مهندسی که نظارت اجرا و محاسباته، چه در آزمون کارشناس رسمی دادگستری، ما سوال از کار مجازی داریم. یعنی صرفا برای آزمون محاسبات نیست. خب این قسمت رو باید به صورت ویژه بخونید و کامل بهش مسلط بشید. حتی اگر سوالی از این بخش دارید قطعا با من در ارتباط باشید، میتونم راهنماییتون بکنم برای آزمون‌های دکترا، برای آزمون‌های ارشد و برای آزمون‌های نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری انشاءالله. مورد بعدی که انتخاب کردیم اسلاید بعدیمون در مورد چکیده نکات مهم و محدودسازیه. خب دوستان در اسلاید قبلی هم خدمتتون گفتم مثلا فردی که محدودیت زمانی داره و 1.5 ماه رو برای مرور اولیه و دور اولش گذاشته برای 7 مبحث محاسبات، خب اگر چکیده نکات مهم نداشته باشه، اگه خلاصه نویسی خوب یا محدودسازی خوبی روی مباحث نداشته باشه، دور دومش هم باید 1.5 ماه دیگه صرف بکنه. یعنی دقیقاً 3 ماه شما فقط چی باید زمان بذارید برای مباحث که 2 دور کامل رو بهش بزنید. اما شما اگه چکیده نکات مهم داشته باشید، محدودسازی مناسب داشته باشید، میتونید چی برای دور دوم یک صرفه‌جویی از زمان داشته باشید. مثلا دور اول که 1.5 ماه طول کشید به خوندن کل پک محاسباتم، اگه محدودسازی مناسبی داشته باشم برای دور دوم توی 20 روز من این دور کامل رو میزنم و میبینید چقدر تاثیرگذاره توی
صرفه‌جویی از زمانتون. پس خلاصه نویسی یادتون نره. هر کسی هم خلاصه نویسی خاص خودشو داره. مثلا توی بتون من دارم محدود سازی میکنم، من مثلا دارم رابطه 4 رو مینویسم برای خودم، از نظر من مهمه، شاید فرد دیگه بخواد رابطه 5 رو بنویسه توی مثلا چکید نکاتش، رابطه 5 برای اون مهم باشه. ولی در کل روابطی هستن که همیشه پرتکرارن، سوالات زیادی ازشون مطرح میشه، اونا رو حتما توی چکید نکاتتون باید بیارید که انشالله تسلط کاملی رو روی این بخش ها داشته باشید. اینم در مورد چکید نکات مهم. مورد بعدی که خیلی مهمه برای داوطلبان، مطالعه کلی روی مباحث مقررات ملیه. بچه‌ها من میگه موضوعی رو خدمتتون بگم. ببینید شما مثلا یک منبعی رو گرفتید برای آزمون محاسباتتون، یک منبعی با توجه به پرسجو از افراد موفق گرفتید و این منبع 90% مباحث رو پوشش داده. یه سری منبع ها هستن حتی کامل ترین منبع کشور هم یه 2-3%، 4%، 5% خلاصه کل مباحث رو بررسی نکرده، کل مباحث رو پوشش نداده. شاید براتون جالب باشه توی آزمون محاسبات از اون 5% سوال مطرح میشه و شما چی؟ اگر فقط اکتفا بکنید به خوندن اون منبع مطالعاتی، زمان رو از دست میدید و متاسفانه پوشش 100% نمیدید روی بحث‌ها. اگر بیاید روی همین کتاب سبزای مقررات ملی هم یه دور کامل خلاصه‌وار روزنامه‌وار بزنید، کل این بحث‌ها براتون آشناییت کاملی باشون دارید. این بحث‌ها براتون دیگه گنگ نیست. یعنی سوالی اگه بیاد منبع هم پوششش نداده باشه، شما با خوندن این کتاب‌های مباحث مقررات ملی میتونید خیلی راحت این سوالات رو بزنید و آشنایی اولیه حداقل باشون داشته باشید. پس به عنوان یک پیشنهاد مهم بهتون توصیه میکنم علاوه بر منبع هم مطالعه کامل روی مباحث مباحث مقررات ملی داشته باشید، همین کتاب‌ها رو با اون منبع ببرید سر جلسه. شاید سوالی اومد توی اون منبع نباشه و از دستش بدین اگه کتاب‌های خود مقررات ملی تو آزمونه نظام مهندسی باهاتون نباشه، همراهتون نباشه. پس هم میخونید این منابع و مباحث مقررات ملی رو و هم میبرید با خودتون سر جلسه کامل. خب اینم در مورد مطالعه کلی. شاید یکی بگه که چجوری من اینو مطالعه بکنم، اگه سوالی اومد چجوری اینو پیدا بکنم، مثلا در مورد برش پایه اومده خب یا در مورد بار باد یه قسمتیش اومده، من چجوری اینو سریع پیدا بکنم سر جلسه. خب من یه پیشنهاد خیلی ویژه براتون آوردم. بهترین راهکار اینه که ما چه کار بکنیم؟ لیبل گذاری بکنیم مباحث مقررات ملیمون رو. مثلا اگه توجه بکنید اینجا برای مبحث 6 اومده چی؟ لیبل ها رو زده. برف لغزنده دیگه چی؟ سریع شما دست میبرید این برف لغزنده رو میارید، یا روش استاتیکی، یا برف مثلا لغزنده، یا فشار مبنایی باد. خب دارید میبینید دیگه توی اسلاید قشنگ برای خودش لیبل گذاری کرده. مثلا در مورد کاهش بار زنده طبقات باشه، همون ردیف اول میبرید دستتون رو و میارید دیگه. چقدر صرفه جویی میشه از زمانتون؟ خیلی. مثلا سوالی که شما با 2 دقیقه حتی بحثش رو پیدا نمی‌کنید، در حدود 10 ثانیه 20 ثانیه شما میتونید اون بخش رو بیارید. برای آزمونه نظارت و اجرا هم مخصوصا این، چون مباحثمون گسترده است، میتونن کمک کننده باشه این بخش لیبل گذاریه. پس اینو یادتون نره، حتما روی این موضوع هم دقت بکنید و در نظرش بگیرید. خب بریم سراغ تست زنی. خب حالا دوستان تمام مباحث رو ما خوندیم، منبع مورد نظر رو کامل مطالعه کردیم، منابع مقررات ملی و مباحث مقررات ملی هم خوندیم. الان نوبت چی میرسه؟ 15 روز آخر، 20 روز آخره و میخوایم تست زنی بکنیم. خدمتتون گفتم کتابچه تست همزمان با دیدن ویدیوها، تست های شبیه سازی شده و جامعه 60 سوالی چه زمانی باید زده بشه؟ 20 روز مونده به آزمون. 20 روز مونده به آزمون، شما در آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کنید، تست‌های شبیه سازی شده رو خریداری می‌کنید برای زدن. خب زمان می‌گیرید و در حدود 10 روز مونده، حدود 20 روز زمان به آزمون دارید. 10 روز اولش رو برای تست‌های شبیه سازی شده و تألیفی در نظر می‌گیرید. خب این زمان رو از دست نمیدید و دقیقاً متناسب با اون چیزی که براتون اتفاق میفته سر جلسه، یعنی یه میز تک نفره رو میارید توی اتاقتون، شرایط سر جلسه رو برای خودتون معین میکنید و این تست زنی رو انجام میدید. خب این حتما باید در نظر گرفته بشه، تست‌های شبیه سازی شده و جامعه 60 سوالی که دیگه شما آماده سر آزمونی 60 سوال
آزمون آزمایشی میخواید بدید، زمانتون برای آزمون محاسبات 4 ساعت و نیم باشه، یعنی سر 4 ساعت و نیم شما باید برگتون رو تحویل بدید. اون هیجانه رو برای خودتون به وجود بیارید که سر جلسه هم هست، یه میز تک نفره بذارید، کتاب‌های و اون منبعی که گرفتید و کتاب‌های مقررات ملی رو جلو دستتون میذارید، قشنگ خم میشید، کتابا رو برمی‌دارید دوباره میذارید سر جاش. دقیقاً همه کارا مثل سر جلسه آزمون باشه که خودتون یه محک جدی بزنید ببینید چند درصد میتونید بزنید. این خیلی مهمه. و تست‌های شبیه سازی شده هم باید از منبع مناسب باشه. قطعاً از منبع مناسب انتخاب بکنید و اینم دقیقاً مثل انتخاب منبع از افراد موفق میتونید سوال بکنید، از اساتید تو این بازه مثلا نظام مهندسی، تو این دوره‌های نظام مهندسی هستن، اساتیدی هستن که تجربه زیادی دارن، میتونید سوال بکنید که برای این انتخاب تست ها بهتون یک منبع اطمینانی رو که شبیه سازی بالایی با آزمون‌های با سوالات آزمون داره بهتون معرفی بکنه. و برای آزمون نظارت و اجرا هم دقیقاً 150 دقیقه وقت میگیرید و آزمون‌های آزمایشیتون رو میزنید. این هم در مورد تست‌های تعلیفی تو 10 روز اول اون 20 روز مونده به آزمون اصلی. 10 روز دوم رو شما کدوم تست‌ها رو میزنید؟ تست‌های آزمون‌های گذشته. یادتون نره تست‌های آزمون گذشته که اگر پیشنهاد منو قبول میکنید در حدود فواصل 1400 آزمونای 1400 تا آزمونای 1402. قبل اون زیاد سوالات چالشی نبوده بچه‌ها، زیاد سوالات چالشی نبوده. توی همین 4 تا آزمون گذشته، آزمونای جدیدی که طی سالهای 1400 تا 1402 این آزمونا برگزار شده، همونا رو انتخاب بکنید برای اون 10 روزه بزنید دیگه، بیشتر هم در نظر نگیرید. اینم در مورد 10 روز آخر و انشالله دیگه پر انرژی تستاتون هم تموم میشه و آماده سر جلسه هستین. حالا یه سری سوالات به وجود میاد بچه‌ها، یه سری سوالات براتون به وجود میاد توی این زمانهای طی زمان دوره مطالعتون. یکیش ماشین حسابه. بعضی از افراد میپرسن برای آزمون محاسبات ما چه ماشین حسابی استفاده بکنیم، یا اصلا کلا آیا برنامه نویسی در ماشین حساب شما بهمون پیشنهاد میکنید؟ خب ببینید بچه‌ها، یکی فردی هست محدودیت زمانی داره، 3 ماه و نیم مثلا وقت در نظر گرفته برای خوندن محاسبات. خب برای این فرد دیگه نمیشه زمان برای رفتن به کلاس برنامه نویسی ماشین حساب در نظر گرفت. شما چقدر اصلا کلا وقت دارید که برید 2 ماهش صرف مثلا یاد گرفتن برنامه نویسی در ماشین حساب مثلا کلاس فت بذارید؟ خب من پیشنهاد نمی‌کنم به این افراد. یه افرادی هم مثلا وقت کافی دارن و حتی استعداد کافی و حتی تسلط کافی هم تا حدودی به صورت مثلا اولیه روی ماشین حساب‌های کلاس فت دارن. خب این افراد چه اشکالی داره؟ مثلا میتونن برن کلاس و یاد بگیرن با توجه به اینکه زمان زیاد دارن، با توجه به اینکه تسلط‌های اولیه دارن و اذیت نمیشن تو این راه. خب اما فردی هست که هنوز اصلا از برنامه نویسی ماشین حساب خبری نداره، تازه میخواد استارت رفتن به سر کلاس رو بزنه و یاد بگیره که چجوری باید مثلا برنامه نویسی کردن ماشین حساب. خب این من پیشنهاد بهش نمیکنم و همین کاسی 5800 رو بهش پیشنهاد میدم. یه ماشین حسابی است که اصلا ارور نمیده برای آزمون محاسبات، خیلی روونه، دست شما روون میشه. مثلا شما در همون طی دوره مطالعه حتما وقتی که استادتون میاد یک سوالی رو حل میکنه، شما با استادتون قطعا باید اون سواله رو، اون رابطه رو به ماشین حساب بزنید تا طرز کار باش یاد بگیرید، دستتون نسبت به روون بشه و صرف جویی زمان بکنید سر جلسه. یعنی همین وقت ماشین حسابی که گرفته میشه سر جلسه، شما یه دستتون روون باشه، سرعت عملتون بالا باشه، اما در صورتی عملکردتون پایین نیاد، کیفیت کارتون پایین نیاد، میتونید یک صرفه‌جویی و یک مدیریت زمان خیلی خاصی رو سر جلسه داشته باشید. پس پیشنهاد من اینه، کاسیو 5800 رو در نظر میگیرید برای کسایی که محدودیت زمانی دارن، نیاز نیست برید سراغ برنامه نویسی در کلاس فد و اینا، و شاید هم سر جلسه اصلا کلاس فد رو نذاشتن، افراد بودن دیگه سر جلسه گرفتنشون، هیجان بهشون دادن، متاسفانه استرس بهشون دادن و کلاس فد رو ازشون گرفتن. ما میگیم آیا سر جلسه اصلا کلا ماشین حساب کلاس فد رو میذارن یا خیر؟ خب سر جلسه بعضی از دوستان بودن گیر بهشون دادن، بعضی از دوستان بودن گیر بهشون ندادن برای کلاس فد. خب ولی شما اگر زمان دارید برید سراغ برنامه نویسی در کلاس فد، اگر زمان ندارید نیاز به
یادگیری برنامه نویسی در ماشین حساب کلاس بند نیست. از همین 5800 استفاده میکنید. پایینتر از این ماشین حساب هم من پیشنهاد نمیکنم. پایینتر از این ماشین حساب برای آزمون نظام مهندسی مخصوصا محاسبات من پیشنهاد نمیکنم. حتما در حد کاسیو 5800 باش. خب یک منبعی معرفی شده بچه‌ها، یک منبع جدید برای آزمون محاسبات، نظارت و اجرا. خب مربوط به طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه هست. توی مبحث 8 ما داریم یه سری قسمت‌های نظارت و اجرایی دیوار بنایی محوطه، ولی یک راهنمای دیگه هم جدیداً در حدود 55 صفحه اضافه شد به منابع آزمون‌های نظارت و اجرا و محاسبات که اصلا کلا بی‌خبریم که شاید اصلا برای محاسبات نیاد، برای فقط نظارت و اجرا بیاد و اصلا برای نظارت و اجرا نیاد، مخصوص محاسبات باشه. حالا توی اولین آزمونی که توی بهمن میاد مشخص میشه که چه جوری سوال از این قسمت طرح میشه، از این راهنما. ولی قسمت‌هایی رو من که مهم بودن خب برای آزمون محاسبات من اینجا آوردم و حتی نظارت اجرا، که در صورت سوال احتمالی در آزمون این نظارت و اجرا و حتی محاسبات این قسمت‌ها رو بخونید که انشالله بتونید بهترین نتیجه رو از این راهنما بگیرید. یکی نیروی ناشی از زلزله هست، یکی نیروی ناشی از باده، یکی کنترل لنگر واژگونی در حالت مقاوم و محرکه، یکی کنترل ظرفیت خمشی کلاف قائمه، یکی هم یک نمونه مثال طراحی دیوار محوطه هم آورده در قسمت 4 این راهنما هم توی سایت سازمان هست، میتونید دانلودش بکنید. یک راهنمای 55 صفحه‌ای زیادم چیز نیست، یعنی سنگین نیست که فردی بخواد بترسه از این منبع. یک راهنمای خیلی راحته و نسبت به فولادی که شما تسلط بهش دارید، نسبت به بتونی با این همه رابطه شما تسلط دارید، این راهنما دیگه میتونه یک زنگ تفریح باشه براتون. خب اینم در مورد این منبع جدید. پس بخشایی که برای محاسبات و نظارت و اجرا هم مهم بود، حالا برای نظارت و اجرا شما یه دور کلی بزنید. اما محاسبات، قسمتایی که محاسباتی بودن، این بخشایی که اینجا آوردم، بخش 1 3 2 3 2 4 3 4 و 4 4، این بخشا رو میتونید از این راهنما مطالعه بکنید. و خب کلا دیگه قسمت‌های مطالعه آزمون‌های نظارت و اجرا و محاسبات تموم شد. یعنی همه موارد رو گفتیم بچه‌ها، همه موارد رو خدمت دوستان گفتیم. الان نکات سر جلسه مونده که ما سر جلسه چه کارهایی رو باید رعایت بکنیم تا موفق بشیم. ما تمام موارد رو تا اینجا رعایت کردیم. بعضی از افراد هست 100% کارهایی که تا الان این جلسه من خدمتتون گفتم رعایت میکنن، اما این نکات رعایت نمیکنن و متاسفانه تو روزی که ما باید نتیجه بگیریم نتیجه نخواهیم گرفت و متاسفانه رد میشیم از آزمون‌های محاسبات، نظارت و اجرا. خب حالا این سوالاتتون رو بچه‌ها پرسیدی، من جواب میدم. نیم ساعت آخر، الان حدوداً ما در حدود 1 ساعت و 12 دقیقه از وبینارمون رفته از جلسه‌مون. خب 1 ربع آخر یا 20 دقیقه آخر رو میذارید برای پرسش و پاسخ. شما اینجا تایپ میکنید سوالاتتون رو، من کامل جواب میدم. هیچ سوالی رو نگران نباشید، بدون پاسخ من نمیذارم. تا جایی که بتونم کمک بکنم دریغ نخواهم کرد ان شاءالله. همه سوالاتتون رو پاسخ میدم. حالا میخوایم بریم سراغ نکات مهم سر جلسه. خب تا اینجا بهم بگین بچه‌ها چه جوری بود؟ کل مطالب رو تونستیم بگیم؟ آیا اگر مطالب براتون ارزشمند بوده، مفید بوده، موثر بوده، عدد 1 رو برام تایپ بکنید که من در جریان کار قرار بگیرم و انشالله دیگه بریم سراغ نکات مهم سر جلسه هم خدمتتون بگیم که در جریان باشید. خب خیلی هم متشکرم، ممنونم از شما دوستان، لطف دارید. اگه موافق باشید بریم سراغ بخش اصلیمون، نکات مهم سر جلسه. دوستان میگم تمام سوالات رو توی 20 دقیقه آخر که این نکات مهم سر جلسه تموم بشه میگم خدمتتون که چه کارهایی رو انجام بدید. هر سوالی دارید من جواب توی 20 دقیقه میدم. خب بریم سراغ ادامه بحثمون و نکات مهم سر جلسه. خب بچه‌ها اینجا ما آزمونمون رو میخوایم شرکت بکنیم دیگه، مطالعه‌مون رو کامل کردیم، تست زنیمون رو انجام دادیم و روز سر جلسه آزمون فرا میرسه، روزی که میخوایم ما نتیجه این همه زحمتی که توی این 3 ماه یا 4 ماه یا 5 ماه یا 1 سال زحمتی که کشیدیم رو نتیجهشو بگیریم. 100% رعایت کنید بچه‌ها. این نکات مهم سر جلسه
هیچ منبعی متاسفانه توی کشور راجع به این موضوع ما صحبتی نکرده. همه در مورد فقط مطالب و نکات آیین‌نامه‌ای صحبت کردن، در صورتی که مهمترین قسمت نمره گرفتن ما و موفقیت ما اینه نکات مهم سر جلسه رو رعایت بکنیم. اولین نکته چی میتونه باشه؟ رسیدن به موقع ما به حوزه امتحانی که حدوداً چه زمانیه؟ نیم ساعت قبل از شروع جلسه و بردن تمام وسایلمون. یعنی یادمون نره احمد، مدادی که در نظر میگیریم، تراش و پاکن و جداول اشتال حتما یادتون نره، مثلا برای فولاد خب مال پروفیلای ساختمانی تمام راهنماها یادتون نره. همین راهنمای جدیدی که جدیداً راهنمای دیوار معبته بود خدمتتون گفتم یادتون نره اینا رو فراموش نکنید. کارت ورود به جلسه‌تون، کارت شناسایی خودتون حتما یادتون نره اینا رو کامل ببرید و نیم ساعت هم قبل از شروع جلسه اونجا باشید. ما برامون طی این چند سالی که توی ثبت سازه بودم، طی تجربه‌ای که کسب کردم، افرادی بوده متاسفانه ما اونا رو در لیست قبولیمون گذاشتیم، ولی به خاطر همین کاری که انجام دادن و دیر به حوزه امتحانی رسیدن، یکی از بچهای مشهد بود متاسفانه دیر رسید و حتی ما اون رو در لیست قبولی محاسباتمون گذاشتیم، متاسفانه به آزمون نرسید و نتونست آزمون بده و افسوس و پشیمونی دیگه فایده نداره. کارهایی که ما گفتیم توی وبینارهامون رعایت بکنید، وقتی رعایت نمیشه دیگه افسوس و پشیمونی بعدش واقعا فایده نداره. افسوسی که میخونی فایده نداره. باید رعایت کنید بچه‌ها. چیزیه که اجباریه باید رعایت بشه. به موقع سر جلسه میرسید، تمام وسایلتون هم میبرید، حتی وسایل خوردنی هم باشه، مثلا در حدود یه شکلاتی، نمیدونم کیک، چیزی باشه که با توجه به این که 4 ساعت و نیم ما سر جلسه محاسبه روی یک میز هستیم، مواد قندی بدن میفته، فشار آدم میفته. خب این موارد خیلی میتونه کمک کننده باشه. اینا رو حتما یادتون نره. موضوع بعدی که خیلی مهمه، ببینید بچه‌ها، یک کار روزمره‌ای رو در نظر بگیرید. مثلا آزمونی که من دانشجو هم میخوام یه آزمون بدم، خب حتی اگر من برای اون آزمونه هم شاید مهمم نباشه، شاید درسی باشه که اصلا مهمم نباشه، حتی برای اون درسی هم که مهم نیست من یه استرس خاصی دارم در حدود 5%. طبیعیه برای هر کاری که ما در طول روز میخوایم انجامش بدیم در حدود 5% استرس طبیعیه که در ما به وجود میاد. اما بچه‌ها متاسفانه این 5% وقتی بالا بره استرس و ما تبدیل به هیجان زیاد میشه سر آزمون. این استرس معمولا توی خانم‌ها بیشتر اتفاق میفته. استرس تو داشتیم دیگه، بعضی از خانم‌ها متاسفانه چند بار یک محاسبه رو انجام میدن، خب نسبت بهش حساسن، استرس دارن، چند بار یه عددی رو ماشین حساب میزنن که همین باعث اشتباه شدنشون میشه. خب پس استرستون رو کنترل بکنید، هیجانتون رو کنترل بکنید، پر انرژی برید سر آزمون. هیچ گونه استرسی و هیجانی نداشته باش، چون این هیجانه باعث میشه که چی؟ عملکردتون ضعیف بشه سر آزمون و یه بندی رو کنترل نکنید، یه مینیمم ماکسیمم یادتون بره، یک نکته‌ای یادتون بره، یه رابطه‌ای رو فراموش بکنید. خب و متاسفانه باعث میشه خیلی راحت یک سوالی رو اشتباه بزنید و عملکردتون سر جلسه پایین بیاد. پس حتما یادتون نره نداشتن استرس و هیجان یکی از اصول سر جلسه است که باید رعایتش بکنید. مورد بعدی که اشتباه فکر کنم بالای 50% افراد سر جلسه باشه، خب یکی میگه استادم بهم گفته که شما اول بتون رو جواب بده، بعد بیا بارگذاری رو جواب بده، بعد بیا 2800 رو جواب بده و بعد مثلا آخر سر برو سراغ تحلیل سازه. وقتی این کارو بکنی یه ناهماهنگی پیش میاد توی آزمون. مثلا من از بتون یهو برم سراغ مبحث 6، بعد از مبحث 6 برم سراغ 2800، یک حالت هیجانی در من ایجاد میشه. متاسفانه یه روابطی رو فراموش میکنم که اصلا کلا دیگه ادامه کار برام سخت میشه سر جلسه. اما اگه با قدرت به ترتیب سوالات رو دقیقاً از سوال 1 پر انرژی برم تا سوال 60، خیلی راحت‌تر میتونم پیش برم، خیلی راحت‌تر کار برام نسبت به اونی که اول 4 سوال رو پیدا بکنم از 2800 بعد یهو برم سراغ مثلا بارگذاری. خب دارید میبینید سوالات آزمون محاسبات جدیدن اینا رو در هم میریزن که تمرکز شما رو بگیرن. مثلا 3 تا اول فولاد میدن، بعد 4 تا تحلیل میدن، بعد 5 تا بارگذاری میدن.
بعد 3 تا دوباره 2800 میرن، بعد میرن سراغ بتون، بعد دوباره میان بنایی، دوباره میرن فولاد. اینجوری که برای اینکه تمرکزتون رو به هم بزنن. شما بذار زرنگتر از طراح باشید که تسلیم طراح نشید. این اشتباه رو نکنید. ترتیب پاسخ دادن به سوالات از همون سوال اول پر انرژی باشه تا سوال آخر. به هیچ وجه مبحثی رو عوض نکنید. مثلا بگید از سوالات مبحث فلان به سوالات مبحث مثلا فلان برم. خب این کار کاملا اشتباهه. سوال اول تا سوال آخر پر انرژی میری. خب اما یک نکته خیلی ویژه، یه نکته‌ای که تجربه اینو بهمون نشون داده که این اتفاق میفته. خب اگر توجه کنید بعضی از طراح‌های سوالات آزمون مخصوصا محاسبات میان چه کار میکنن؟ میان همون اول کار ناامیدتون میکنن. چرا؟ مثلا سوال اول رو از تعلیل یه قاب 2 طبقه سنگین میدن با شکل ترسناک، یک سوال فولاد ترسناک رو میدن، مثلا شاید یه قاب 2 طبقه باشه از بخش لرده‌ای، یک سوال دیگه هم مثلا سخت میدن، 3-4 تا سوال 5 تا سوال رو همون اول دفترچه میذارن. خب داوطلب وقتی سوال یک رو میبینه آشنا باش نیست ردش میکنه، میره سوال 2 بازم باش آشنا نیست ردش میکنه، میره سوال 3 بازم آشنا نیست، سخت ناآشنا هست براش ردش میکنه و همونجا ناامید میشه. متاسفانه همونجا میگه اصلا ادامه دادن دیگه برای من به صلاح نیست، خیلی بی علاقه ادامه داره میده و همونجا طراح به جواب اون کاری که کرده، اون زرنگبازی که در آورده رسیده، به هدفش رسید طراح، تمام دیگه ما ناامید شدیم و هر چقدر ادامه بدیم کلا بدون تمرکز داریم میریم جلو، بدون دقت داریم ادامه میدیم. اما اگه شما زرنگتر از طراح باشید، من توی تمام وبینارام گفتم اینا، شما بذار زرنگتر از طراح باشید، اگه 3 تا سوال سخت دیدید، 4 تا 5 تا اول دفترچه گذاشت، این امید رو در ذهن خودتون داشته باشید که تعداد سوال مناسب و راحت و متوسط برای زدن من هست که خودم رو به بازه 50% به بالا برسونم. خب قطعا هم همین جوریه، یعنی تعداد سوالات سختمون که توی اون اول هست، تعداد سوالات آسونمون هم وجود داره، تعداد سوالات متوسط هم هست که ما بتونیم اونا رو بزنیم و خودمون رو از اون خط قرمز رد بکنیم که به قبولی برسیم. پس ناامید نمیشید نسبت به سوالات سخت. و یه کار دیگه هم میتونه بکنه طراح سوال میتونه یه کار دیگه هم بکنه، بیاد به جای اینکه 5 تا سوال سخت رو اول میده، به جای اونا 5 تا سوالات آسون رو بده. خب سوال یک رو شما میخونید، بله خیلی آشنا بود، توی منبع بود، اینو میزنم. سوال 2 بله اینم خیلی راحت بود که اینو که زدم، تمام. سوال 3 رو میبینید، بله اینم خیلی راحت بود. سوال 4 و 5 هم میزنید و خوشحال دیگه میگید تموم شد. دقیقاً یه کشتیگیر دیدین توی لحظات آخری که بازی رو برده، خب خوشحاله و یه غرور خاصی بهش دست میده، همونجا مثلا ضربه میشه متاسفانه و به دقیقاً پیروزی که بهش فکر میکرد تا لحظات آخر رو با شکست متاسفانه عوض میکنه. پس نسبت به سوالات آسون هم واکنش خوشحالی از خودتون و مغرور شدنتون نشون ندید. بدونید که دقیقاً این یک تله، در ادامه طراح یه تله براتون گذاشته برای اینکه شما دیگه چی بی اهمیت بدید، میگید که خب تا سوال 5 خیلی راحت بود، پس از این به بعد هم، یعنی در ادامه کارم سخت نیست دیگه، زیاد اون تمرکز رو نمیذارید برای سوال، رابطه رو قشنگ چک نمی‌کنید، مینیمم ماکسیمم رو نمیبینید و دقیقاً همونجا شکست میخورید. بعد از 5 تا سوال آسون که یه سوال سخت داد، از همونجا دیگه شکست شما چی استارت میخوره که چون به نگاه خیلی پایینتر، سطح پایینتر به سوالات میندازید که همون 5 تا سوال اول بوده که راحت بودن، دیگه در ادامه هم کارتون رو شل میکنید داستان رو و در نتیجه شکست میخورید، یک رابطه ای رو چک نمیکنید و مینیمم ماکسیمم متاسفانه همونجا شکست خواهید خورد. اینم در مورد این اسلاید. پس یک تله‌ای که هست، اگر طراح سوال سخت براتون گذاشت اول دفترچه ناامید نمیشید، اگر 5 تا سوال آسون گذاشت خوشحال نمیشید نسبت به موضوع، مغرور نمیشید، غرور نمیگیره و کارتون رو پرقدرت‌تر شروع میکنید، پرقدرت‌تر و چک کردن تمام بخش‌ها. این اسلاید مهم بود، حتما یادداشتش کنید. مورد بعدی سر جلسه، وقتتون رو تلف نکنید برای سوالات سخت بچه‌ها.
یه فردی از میگه من باید 60 سوالو بزنم، آیا جایزه بهت میدن دوست عزیز؟ چرا 60 سوالو بزنم؟ چرا وقتمو تلف بکنم روی سوالات سختم بزنم که کسی جایزه بهم میده اگه من مثلا درصدم شد 80% یا 90%؟ نه. خب من برای پروانه نظام مهندسی نیاز به 50% دارم. تعداد سوالی که انتخاب میکنم در حدود 37 تا 42 تا. خب همونا رو هم زمان میذارم براش، وقت قانونی 5 یا 6 دقیقه میذارم برای آزمون محاسبات و اون سوالات رو حل میکنم. پس وقتتون رو تلف نکنید برای سوالات سخت. سوالاتی که سنگینن و ناآشنا هستن همونجا یه ضرب کنارش بزنید، از این تکنیک استفاده کنید، دایره، مربع، ضرب. حالا خدمتتون میگم ضرب رو برای چی استفاده میکنید؟ برای سوالاتی که سنگین و غیر آشنا هستین باشون. مربع رو برای سوالاتی که درست به وقت گیرن اما میتونم حلشون بکنم، اینا رو میذارم برای دور دوم. خب و دایره هم برای سوالاتیه که چی؟ و برای سوالاتیه که آسونن، میتونم حلشون بکنم، اما نسبت به سوالاتی که مد نظر من هست یه مقدار وقتگیرتر خواهند بود. خب سوالاتی که آسونن و وقت منو زیاد نمیگیرن در وقت قانونی من اونا رو میزنم. سوالاتی که آسون هستن اما شاید وقت منو بگیرن میام چه کار میکنم؟ میام اونا رو تکنیک دایره میزنم. سوالاتی که مربع بود مربوط به سوالاتی هستن که تا حدودی سنگین هستن اما آشنایی باز باهاشون دارم. ضرب برای حذف بود. ضرب کلا برای حذف بود که سوالاتی بود که اصلا آشنا باهاشون نیستم، توی منبع تست من نبود، توی منبع آموزشی من نبود، توی سوالات آزمونی گذاشتم نبود، پس قطعا دیگه من باید اون رو حذف بکنم. یه ضرب میزنم، از دور آزمون خارجش میکنم. اینم به عنوان یه نکته مهم در نظر بگیرید. تکنیک خیلی مهمه، دایره، مربع، ضرب. مورد بعدی که سر جلسه برام اتفاق میفته، بچه‌ها 90% افرادی که شکست میخورن متاسفانه همین نکته رو رعایت نمیکنن. خواندن کامل صورت سوال. چرا نمیخونید صورت سوال رو؟ اصلا شاید یه فرض‌هایی مثل این سوال هست که براتون هایلایت کردم. این سوال 17 مثلا بهمن 97. خب مال آزمون محاسباته. خب شما بر اساس سازه‌ای که تعریف شده اون آخر کار گفته چی؟ ساختمان با اهمیت زیاد فرض کرده دیگه. شما باید شاید اصلا توی استاندارد 2800 بری سراغ ضریب اهمیت بگردید، ولی در صورتی که اگه کل سوال رو قشنگ بخونی اون آخر کار یه فرضایی به ما داده، مثلا ضریب آی اهمیت رو 1 داده برای اهمیت ببخشید زیاد داده به ما. خب اگه متوسط بود 1، مثلا اگه اهمیت زیاد بود 1.2 برای بار زلزله و 1.4 مثلا برای اهمیت خیلی زیاد. خب پس اینا رو یادتون باشه. این فرض‌های صورت سوال رو اگه سوال رو تا آخر ما نخونیم نمیتونیم بفهمیمشون. بعد از علامت سوال این فردا مهمن، حتما تا آخر سوالات رو بخونیم. مثلا اف وای رو به ما داده چی؟ 240 مگاپاسکال، اون آخر یادتون حتما باید باش. از خوندن کامل صورت وضعیت بچه خواهش میکنم ازتون رفتین سر جلسه شکل سوال رو قشنگ ببینید. خب و صورت سوال رو کامل بخونید. شاید اصلا سوال اشتباه بود، شاید شکلی که تعریف کرد اشتباه بود. یه سوال ما داشتیم مثلا ضخامت دیوار رو خب در حدود 5 میل داده بود. خب اصلا با واقعیت نمیخونه ضخامت یه دیواری 5 میل باشه. خب یا مثلا 10 میل باشه، حتما 10 سانت بوده که به این صورت اشتباه تایپی شده روی شکل و همون سوال رو ما اعتراض کردیم حذفم شد. پس اگه شکلی سوال داره و اگه سوال طولانیه تا نقطه آخر باید شما بخونید، تا نقطه آخر، مگر اینکه سوال خیلی طولانی باشه که من توی اسلاید بعدی آوردم با اون سوالات چجوری برخورد بکنیم. مثلا یه سوال داریم نصف یک صفحه آچار جا برداشته. خب با اون سوالات خدمتتون میگم چجوری رفتار بکنید سر جلسه انشالله. اینم در مورد خوندن نکات صورت سوال که خیلی مهمه. مورد بعدی یکی از نکات مهم دیگه پیدا کردن علامت سوال توی سوالات طولانیه. خب مثلا این سوال رو اگه ببینید، خب تمام این رده بتون، ابعاد داخلی توی سوال 53 دارم خدمتتون میگم، ضخامت دیوارها، آرماتورهای قائم مثلا از چه نوعی باشه، چه فاصله‌ای باشن، نوعشون S340، هیچ کدوم از اینا به درد حل این سوال الان نمیخوره که توی بهمن 97 محاسبات اومده بچه‌ها. خب تمام اینا فقط برای گرفتن وقتتون بوده از خط اول تا وقتی که به اون تنش کششی میلیگرد 150 مگاپاسکال میرسید. خب در مورد محاسبات چی گفته؟ سریع میری سراغ علامت سوال ببینید چی از شما خواسته.
خب میرم سراغ علامت سوال، میبینم که گفته کدام گزینه راه حل مناسب برای مناسب و موثر برای در جهت محدود کردن عرض ترکه. کدوم یک از این راهها برای چی؟ برای محدود کردن عرض ترک میتونه موثر و مناسب باشه. خب این اصلا ربطی به این مواردی که این بالا در مورد صحبت کرد نداره. خب و اگرم داشته باشه فقط به چند تا از پارامتراش میتونه موثر باشه در حل سوالمون. سریع میرم سراغ علامت سوال. من میبینم که سوالی که طراح از من خواسته برای همون چی راه حل‌های مناسب برای محدودسازی عرض ترک بوده و سریع به جواب سوال میرسم. در صورتی که سوال خیلی طولانیه، اینجور سوالات رو سریع برید سراغ اصل مطلب، ببینید چی از شما خواسته. اینم در مورد راهکاری که واسه سوالات طولانی داریم. سوال تکراری. بعضی از دوستان هستن در جلسه آزمون محاسبات مثلا جدید رفتن، خب بچه‌ها یه سوال رو دیدن میگن ای بابا این سوال رو من دیدم ها، توی آزمون مهر 96 اومد، توی محاسبات مثلا شهریور 95 اومد، پس بذار سریع همون گزینه رو بزنم. در صورتی که یک تله‌ای طراح توی این سوال تکراری آورده که جواب سوال متفاوته با آزمون گذشته. اینو یادتون باشه بچه‌ها، مواظب افتادن در تله سوالات تکراری باشید. به نکات ریزی که طراح براتون به عنوان تله استفاده کرده باشید. خب خوشحال نباشید اون سوال 100% تکراریه. سر جلسه محاسبات قطعا کسی که سوال آسون و تکراری به شما نمیده، شما رو به چالش میکشه قطعا. خب حالا شما گوش کنید، اینو 2 تا سوال آوردم. سوال 3 محاسبات شهریور 95، چون ساز مسکونی طبق استاندارد 2800 ما محدودیت زمان تناوب اصلی رو نمیگیریم. همون محدودیتی هست که طبق استاندارد 2800 بر اساس اهمیت سازه میگیم که اگر اهمیت خیلی زیاد باشه ما باید چه کار بکنیم؟ محدودیت رو در نظر بگیریم که تی اصلیمون میشه مینیمم تی تجربی و 1.25 تی تجربی و تی تحلیلی. خب توی مسکونی ما در نظرش نمیگیریم، همون تی تحلیلی میشه جوابمون که اینجا دقیقاً بر اساس ضرایب نیم آیجی و آیجی برای سختی تیر و ستون تو زمان تناوب بر اساس این ضرایب هستن. 35.7 برای دریفته طبق استاندارد 2800، نیم و آیجی مو برای تیر و ستون برای محاسبه زمان تناوبه. ردیف دوممون رو سریع انتخاب میکنیم، دیگه وارد محاسبه نمیشیم برای ساختمان مسکونی چون اهمیتش خیلی زیاد نیست، متوسطه و جوابش میشه همون جدول 1.425. خیلی راحت. اما همین سواله برای محاسبات مهر 96 تکرار شده، 100% کپی بچه‌ها ببینید، و فقط به جای مسکونی بیمارستان با اهمیت خیلی زیاد داده که دیگه ما باید تی تحلیلی رو الان تعریف کرده بر اساس نیم آیجی و آیجی مون 1.20 داده، ما باید اینو با 1.25 تی تجربی که سیستم سازه‌ای چی داده؟ قاب خمشی بتونی ویژه داده در هر دو راستا. برای سیستم قاب خمشی بتونی ما باید زمان تناوب تجربی رو به دست بیاریم، ضرب در 1.25 بکنیم که میشه 1.09 و اینو با چی مقایسه بکنیم؟ با 1.20 جدول مقایسه بکنیم، مینیممشون میشه جواب سوال که اینجا 1.09 میشه جواب. و دقیقاً این تله رو گذاشته برای افرادی که سر جلسه میرن. مواظب افتادن در تله سوالات تکراری باشیم. اینم نکته جذابی بود که حتما یادداشت بکنید. کنترل بندهای مورد نیاز و کنترل روابط آیین‌نامه‌ای مثل مینیمم و ماکسیمم ها. خب یک سوال خیلی مهمی که همیشه توی استاندارد 2800 مطرح میشه، نیروی جانبی زلزله در حد مقاومت برای اعضای غیر سازه‌ای تو فصل 4. برای اجزای غیر سازه‌ای وی پی یو است. خب این وی پی یو بستگی به چی داره؟ به وی پی یو مینیمم و ماکسیمم روابط 42 و 43 داره. یعنی باید بزرگتر از وی پی مینیمم و کمتر از وی پی ماکسیمم باشه تا قابل قبول باشه. هر کدوم از اینا اوکی نباشه باید همونو در نظر بگیریم. خب مثلا این وی پی یو کوچکتر از چی بوده؟ مینیمم بوده. ما باید چی رو انتخاب بکنیم؟ وی پی یو مینیمم. یا این وی پی یو بزرگتر از وی پی یو ماکسیمم بوده، دیگه نمیشه جواب اصلی ما میشه وی پی یو ماکسیمم چون رعایت نشده. اینو حتما یادتون نره، سر جلسه به جواب وی پی یو رسیدید حتما چک بکنید که آیا این رابطه مینیمم ماکسیمم داره، اصلا نیاز به چک کردن بند دیگه داره یا نه، که انشالله در تله طراح اینم گیر نیافتید. پس کنترل این بندها یادتون
نره سر جلسه آزمون. مورد بعدی سرعت عمل سر جلسه است، مدیریت زمانمونه. خب برای مدیریت زمان ما چه کار میکنیم؟ میگیم سر جلسه من برای آزمون محاسبات یا نظارت یا اجرا 37 سوال حداقل در نظر میگیرم و حداکثر 43 تا سوال. چرا 37 تا رو در نظر میگیرم؟ مگه ما 30 تا سوال رو جواب بدیم به 50% نمیرسیم؟ بله میرسیم، اما یک خطی رو، خب یک خط قرمزی رو ما باید چی در نظر بگیریم برای خودمون، برای تعداد سوالاتی که ما اشتباه میزنیم. مثلا شما توجه بکنید 32 تا سوال رو زدید، 5 تا اشتباه دارید، خب رد میشید دیگه، رد میشید از بالای 30 تا رد شدید. خب ولی چون اشتباهات دارید، نمره منفی داره این آزمون، 3 تا سوال اشتباه یکی از درستا رو میبره، خب این باعث میشه که باعث ردتون میشه. یه حاشیه امنیتی برای تعداد سوالا در نظر بگیریم. 37 تا رو در نظر گرفتیم، مثلا به صورت طبیعی شما 5 تا سوال رو اشتباه میزنید، درسته؟ 5 تا سوالتون 2 تا سوال رو هم میبره، جواب نهاییتون میشه 30 تا سوال درست، 50% قبول میشه. حالا این دیگه بستگی داره، اگه تونستید باز تا 43 تا برید، بالاتر از 43 تا رو من پیشنهاد نمی‌کنم، چون عملکردتون پایین میاد، سرعتتون بالا میره، کیفیتتون میاد پایین و اصلا کلا دچار هیجان میشید و سوالات رو بیشتر اشتباه و منفی میزنید، همینم باعث ردتون از آزمون ها میشه. پس تجربه ای که از افراد موفق گرفتیم، خب حداقل 37 تا رو انتخاب میکنید برای زدن که نکنه 5 تا مثلا اشتباه داشته باشید. خطایی که به دلیل استرس افراد به وجود میاد. خب و شاید اصلا تو اون لحظه آخر شما جواب سوال رو اشتباه وارد پاسخنامه کرده باشید، یه خط قرمزی، یه حاشیه امنیتی باید باشه. حداکثرش هم 43 تا، از 43 تا هم بالاتر من پیشنهاد نمیدم. اینم بود. و مدیریت زمانتون هم باید در نظر بگیرید. خدمتتون گفتم با اون تکنیک دایره، ضرب و مربع سوالات سخت رو جواب نمیدید، سوالاتی که سنگین بوده اما آشنایی دارید مربع میزنید، سوالاتی که راحت تر بودن دایره و سوالاتی که آشنا نبودید حذفشون میکنید با علامت ضرب که این مدیریت زمانتون دچار اختلال نشه. یه موردی هم بگم، آزمون این نظام مهندسی علاوه بر آزمون هوش، علاوه بر سطح سواد طرف، علاوه بر خوندن و مطالعات و برنامه ریزی، یک آزمونیه که نیازمند مدیریت زمان هم هست. یعنی اگه توی مدیریت زمان اشکالی به وجود بیاد، این باعث ردتون خواهد شد. اینم در مورد این اسلایده که در نظرش بگیرید. و در لحظات آخر آزمون محاسبات که مثلا مراقب بالای سر شما وایساده که برگه رو بیار دیگه، 5 دقیقه مونده، 10 دقیقه مونده و شما هم به اون خط قرمز، به اون حاشیه امنیت برای قبولی نرسیدید، هولید دیگه اون چند تا سوال آخر رو بزنید. بچه اونجا شما محاسبات ذهنی انجام ندید. مثلا 100 رو خاصی ضرب در مثلا 125 بکنید، خب اینو ذهنی انجامش ندید، یا 100 ضرب در 2، حتی 5 به علاوه 9 رو شما ذهنی حل نکنید، بزنید به ماشین حساب. چرا دلیل دارم. توی لحظات پایینی ذهن آدم خسته است. 4 ساعت و نیم بچه سر جلسه بودید، خیلی وحشتناک میشه برای یک فردی که 4 ساعت و نیم خب روی یه صندلی توی یک فضا بشینه و اصلا کلا مواد قندیتون میفته، خسته میشه مغزتون، همراهیتون نمیکنه مغز و مواد قندی و فشار و همه چیز میفته و این باعث میشه که چی؟ شما آسونترین محاسبه رو اشتباه بزنید، آسونترین محاسبه دستی خودتون رو یا محاسبه ذهنیتون رو. خب از عنوان نکته حتما محاسبات ذهنی ممنوع توی لحظات آخر کاملا با ماشین حساب انجام بشه. 2 به علاوه 5 رو هم ذهنی انجام ندید. 2 به علاوه 5 که میشه 7 رو با ذهنی انجام ندید اون لحظات آخری که 10 دقیقه یا 15 دقیقه مونده، چون هیجان بالاست، استرس بالاست، مغز فرد خسته است و اونجا باعث میشه که تعداد منفیاتون بره بالا و رد بشید از آزمون. اینم در مورد این نکته خیلی ویژه و مهمی بود که در اسلاید آخرمون خدمتتون گفتیم. خیلی تشکر میکنم از شما که تا آخرین لحظه با ما بودین. تشکر میکنم از انجمن عمران دانشگاه خوارزمی تهران. واقعا تشکر میکنم ازتون که بنده رو دعوت کردید تجربیات چندی ساله رو در اختیار دوستان عزیزمون قرار بدیم. انشالله مطالب براتون خوب باشه، مفید باشه، مؤثر باشه و بتونید بهترین عکس‌العمل رو
در جلسه داشته باشید. تمام مطالب رو خدمتتون گفتم. از این به بعد هم من منتظر سوالاتتون هستم. انشالله هر سوالی دارید بنده جواب میدم و به بهترین نحو در خدمتتون خواهم بود. ممنونم از اینکه همراه ما بودیم. بازم تشکر میکنم از انجمن عمران دانشگاه خوارزمی و این وقتی که در اختیار ما قرار داد. در خدمتتون هستم دوستان. اگه سوالی هست توی این چت باکس بنویسید که من جواب بدم، یا اگه اصلا کلا نیاز دارید صداتون باز بشه درخواست بدید که من صداتون رو هم باز بکنم. متشکرم از همراهیتون. خب ممنونم از شما جناب مهندس مومنی. خب محدود سازی که گفتم، خب ببینید محدود سازی مثلا چیه. شما ببینید، حالا دوستان عجله نکنید چون من میخوام یکی یکی جواب سوالاتتون رو بدم. بذارید جواب سوال مهندس مومنی رو میدم و بعد هر سوالی دارید انشالله در ادامه جواب سوال ایشون که تموم شد نفر بعدی بپرسه. ببینید در مورد محدود سازی چجوریه. مثلا من دارم مبحث 6 رو میخونم، خب میرسم به ترکیب بار. ترکیب بار کدوم قسمتاش مهمه؟ خب قسمت الارفی مهمه، قسمت ذرایع فشار جانبی خاک مهمه و اینا رو جدا میکنم برای خودم توی یه قسمتی که مثلا کتاب دارم میخونم یا منبعی که گرفتم PDF تدریس داره. خب روی اونا میام چه کار میکنم؟ به عنوان یه چکیده اصلا توی ورق آچار مینویسم و اسمش هم میذارم چکیده نکات مبحث 6. اینا رو تا آخرین صفحه مبحث 6 یادداشت میکنم. 10 صفحه مثلا یک صفحه میشه، 15 صفحه به 2 صفحه تبدیل میشه و این میشه یه چکیده نکات کامل که تمام مباحث مهم هم آوردم، تمام بندای مهم آوردم، تمام روابط مهم، تمام کنترل ها آوردم و اینو نگه میدارم پیش خودم برای دور دوم خوندن. این میشه یک چکیده نکات و محدودسازی مناسب. اما سوال بعدی که جناب آقای مهندس حاجبی پرسیده، گفته به جای لیبل گذاری میتونیم از کلید واژه استفاده بکنیم. ببینید بچه‌ها، علاوه بر کلید واژه، خب کلید واژه یک کتابیه که شما باید دنبالش بگردید. مثلا مخصوص آزمون اجرا و نظارته. خب چون توی آزمون نظارت و اجرا ما تعداد مباحثی که میخونیم زیاده، در حد 20 تا کتاب مثلا ما برای اجرا باید بخونیم و آزمون محاسبات کلا 7 تا کتابه. کلید واژه بیشتر برای آزمون‌های نظارت و اجرا به درد ما میخوره. خب برای آزمون‌های نظارت و اجرا. برای محاسبات چون تعداد مباحث کمتره، این لیبل گذاری عملکردش نسبت به کلید واژه میتونه تو آزمون محاسبات بهتر باشه. اما برای آزمون نظارت و اجرا قطعا کلید واژه بهتر جواب میده. اینم در جواب این دوستمون جناب آقای مهندس حاجبی. اما سوال بعدی، تحلیل ساده رو روی چه منبعی انتخاب بکنم که مطالب سنگین‌تر نباشه و به دردمون بخوره؟ ببینید من خودم چندین ساله توی آزمون نظام مهندسی، توی آزمون ارشد، توی آزمون دکترا توی بخش تحلیل ساده فعالم، چه تو پاسخنامه چه توی تدریسش در مؤسسه ثبت سازه و 0 تا 100 تحلیل ساده رو ما گفتیم. اما شما اگه میخواید از کتاب استفاده بکنید، خب حالا کتابی که میتونیم معرفی بکنیم، میتونید از مثلا منبع سری عمران استفاده بکنید. کتاب خودم هم در ثبت ساده کامل پوشش دادم، بخشای دکترا، ارشد و نظام مهندسی رو، حتی کارشناس رسمی رو، و حتی اگه نیاز به برنامه ویژه‌ای برای تحلیل ساده داشتید قطعاً من شمارم رو می‌نویسم در اینجا و شما میتونید به من پیام بدید جناب مهندس قادری و من یک برنامه خیلی ویژه‌ای برای تحلیل ساده خدمتتون خواهم داد. اما کتابایی که گفتم خدمتتون، اون کتاب‌ها میتونه خیلی جالب باشه و پوشش بده دیگه، تمام نکات رو پوشش بده برای تحلیل ساده. تحلیل ساده هم از چه منبعی برای آزمون دکترا میاد، برای آزمون ارشد میاد، برای آزمون محاسبات میاد، اینو دیگه حتما با تماس بگیرید. من قطعا بهتون میگم که روی چه قسمتایی وقت بذارید، روی چه قسمتایی زوم بکنید از تحلیل ساده که بتونه براتون موثر و پرسوال باشه توی آزمون‌های دکترا، ارشد و محاسبات نظام مهندسی. سوال بعدی گفتن که ممنون از جناب مهندس ناصر، گفتن برای اجرا هم یه برنامه میدین. ببینید اجرا خب کل مباحث رو ما باید مروروار بخونیم، مثل محاسبات نیست یه برنامه کلی داشته باشه. شما باید برای تمام مباحث وقت بذارید. حالا توی اون بازه 3 ماه و نیمه 1 ماه و نیم رو میذارید، اما برای آزمون اجرا محاسبات که 3 تا مبحث عوض میکردید، برای اجرا میتونید در طول روز 5 تا مبحث رو عوض بکنید که
بتونی در طول 1 ماه و نیم یک دور کاملی رو به تمام مباحث آزمون اجرا بدید. بعد یه پیشنهادی هم به عنوان یه دوست و بهتون میدم اینه که توی آزمون اجرا چون تعداد مباحث زیاده، قسمت هایی که زیاد مد نظر نیست، تعداد سوالاتش کمه، اینا رو حذف بکنید. مثلا ماشین آلات نرید سراغش. خب شرایط عمومی خصوصی حداکثر 1 سوال ازش میاد، نرید سراغش. قانون بیمه 1 سوال ازش میاد، اصلا شاید پیداش هم نکنید، نرید سراغش. بیشتر وقتتون رو بذارید روی قسمت‌های مهمی که توی نشست امشب هم گفتم خدمتتون، مثل فولاد، مثل بتون، مثل بارگذاری، مثل مبحث 7، مثل مبحث 11، 12، 8 و استاندارد 2800، تحلیل سازه. اینا راحت‌تر میتونید سوالاتشو بزنید، تعداد سوالاتش هم خیلی بالا هست مهندس. از برنامه‌تون اینجوری بچینید، در طول روز 5 تا مبحث رو عوض میکنید و توی بازه 1 ماه و نیمه هم اون مباحث مهم رو سعی بکنید کاملتر بخونید، وقت زیادی براشون بذارید و تست زیادی هم برای اونا حل بکنید که در جریان کار قرار بگیرید. اگر جواب سوالتون آقای ناصر نگرفتید، شما میتونید به اون شماره‌ای که فرستادم توی چت باکس به من پیام بدید که من بیشتر برای آزمون اجرا، چون وقتمون محدوده و در حدود 1 ربع مونده، در حدود 14 دقیقه مونده به پایان این نشست و وقت محدوده، من اونجا 100% تلفنی باهاتون صحبت میکنم و موارد رو خدمتتون میگم. نتایج آزمون بعد از چند روز اعلام میشه جناب مهندس صوفی. خب ببینید 60 روز باید زمان ببره، یعنی 60 روز باید از زمان آزمون بره، روز آزمون، که بعد از اون یه اتفاقاتی میفته. مثلا پاسخنامه تشریحی میاد، بعد از 2 هفته هم کلید سوالات میاد و شما میتونید مثلا اعتراض بکنید بعد از 2 هفته تا 3 هفته. بعد از 2 ماه کارنامه‌تون میاد، کارنامه اولیه میاد، به اون کارنامه هم شما میتونید اعتراض بکنید دوست عزیز. این هم در مورد جواب سوال شما دوست عزیزمون. خب مورد بعدیمون، یه آقای مهندس کتابی فرمودن که یک پیشنهاد برای دوستان دارن به جای لیبل گذاری از روشی به نام مایند مپ استفاده کنن. خب اینم میتونه استفاده بکنه، خب اینم یک روش خوبیه، اما اون لیبل گذاری و کلید واژه میتونه بهتر و موثرتر باشه. مورد بعدی هم خب جناب آقای منفرد یک سوالی پرسیدن، گفتم من دیر رسیدم، مطالب اول جلسه از دست دادم، فیلم کلاس رو میتونم داشته باشم، حالا ضبط نشده از طریق من. حالا نمیدونم همکاران عزیزمون توی دانشگاه خوارزمی اگه ضبط کردن این جلسه رو، میتونید از ایشون پیگیری بکنید و این ویدیو جلسه رو در اختیارتون قرار بدم دوست عزیز. خب مورد بعدی هم جناب مهندس ناصر، خیلی تشکر میکنم از شما، هم ممنونم از لطف و محبت شما. مورد بعدی خب اپراتور دانشگاه خوارزمی گفتن خیلی متشکرم و گفتن که بله فایل به صورت ضبط شده و از طریق کانال انجمن خوارزمی میتونن این فایل رو ببینید. جناب مهندس سوال پرسیدین که آیا ویدئویی وبینار هست؟ بله، از طریق انجمن علمی عمران دانشگاه میتونید، دانشگاه خوارزمی میتونید ویدیو ضبط نشستمون رو داشته باشید. خب فکر کنم بچه‌ها سوالی ندارن. اگه سوالی نیست عدد 1 رو برای من تایپ بکنید که من دیگه کم کم با شما دوستان عزیز خداحافظی بکنم. خب متشکر از شما دوست عزیزمون جناب مهندس صوفی، خانم مهندس نظری و بقیه دوستانی که در جلسه بودن. خب سلام، کانال رو لطف میکنید. حالا دوست عزیزمون اگه ممکنه کانال انجمن عمران رو بذارید، جناب مهندس اگه ممکنه کانال انجمن علمی دانشگاه خوارزمی رو بذارید، کانال تلگرامش رو، که این دوست عزیزمون جوینت بشن و بتونن ویدیو وبینار رو هم داشته باشن. خب دوستا حتما براتون میفرستن و خیلی تشکر میکنم، مجدد سپاس از شما دوستان. ممنونم از دوستانمون در انجمن علمی دانشگاه خوارزمی، خیلی تشکر میکنم مجدد از دعوتتون. انشالله تونسته باشیم یک مطالب ویژه، یه سری تجربیاتی که تو این چند سال کسب کردیم رو در اختیار دانشجویان، اساتید، همکارانمون گذاشته باشیم و ممنونم ازتون و شب همگی بخیر و خدا نگهدارتون تا انشالله
سری نشست‌های دیگه در انجمن علمی دانشگاه. اینم از آیدی کانال تلگرامی دوست عزیز، میتونید بهش رجوع بکنید و ویدیو وبینار رو داشته باشید. بازم ممنونم و تشکر میکنم از همگی و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا